إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. داستان مقرر شدن طالوت بالای بنی اسرائیل به حیث قاید یا قماندان جبهه و سرپرستشان بعد از اینکه پیغمبرشان برشان نشانه های از او را بیان کرد، یعنی اون نشانه ها را که از طرف الله تبارک و تعالی برای قیادتش مقرر شده بود برشان بیان کرد، با وصفی که مردم نمیپذیرفتند در ظاهر، خب باز آماده به این شدن که را قماندان بپذیره، چرا که انتخاب الله تبارک و تعالی بود و نشانه های قیادت دو دیده شد. اما طالوت شخصیتی است که میدانه حالت جوش و هوش با هم فرق کرده، میتونه از اینکه در ظاهر هم مورد انتقاد قرار گرفته بود، آلی لشکر خود امتحان میکنه که آیا در میدان جنگ و مبارزه یا چی هستن، آماده هستن یا نه. از همون خاطر است این یک قماندان خیلی ورزیده است، قبل از اینکه داخل میدان جنگ شود لشکر خود مورد امتحان بزرگ قرار میده و این لشکر در این امتحان ناکام میشه به جز از خیلی کم مردم. در کم مردم هم زمانی که روبرو به لشکر میشه در اوجا باز یک تعدادی از یا یک سلسله بزدلی برشان پیدا میشه، اما در بینشان مردمانی بوده که عقیده مستحکم داشته، ایمان راسخ در قلبشان جا گرفته بود، هیچ وقت سر اسباب ظاهری و شان و شوکت ظاهری فریب نمیخوردن، چون ایمانشان به الله تبارک و تعالی قوی بود. میدانستند که اگر ما قدم راسخ تقوا را در این میدان بگذاریم الله نصرت و امداد خود شامل حال ما میکنه. یقینا واقعات قرآنی در برگیرنده بسیار نکات خیلی مهم برای زندگی ما میباشه. از همون خاطر در این مسئله جنگ و جبهه هم برای ما و شما نکات خیلی مهم ضرور است. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی بیان اهلیت یک قائد اسلامی را بیان کرد که او آدمی باشه که در علم کامل باشه، آدمی باشه که الله او را انتخاب کرده باشه. او الله انتخاب وقتی میکنه که یک انسان وظیفه میدی خود قبول نمیکنه، لیکن مردم او را وادار میسازه که این وظیفه را پیش ببره، او مردم به این خاطر همگی وادار میسازه که او اهلیت از او را داره. یکی مقرر کردن یک شخص است، یک شخص که کسی را مقرر میکنه در اونجا لحاظای دیگه حتما مراعات میشه، یا اقربا پروری، یا است که دوستی است، یا است که یک نقطه دیگر در نظر می باشه. اما زمانی که همگی مردم یک کسی را انتخاب برای یک وظیفه میکنه، معلوم میشه که در پیش کل مردم اهلیت و شخصیت نمی وظیفه را همون شخص داره. الله تبارک و تعالی انتخاب کرده بود بعد از آن صفاتی که برای یک پادشاه و قائد بکار بود او را بیان کرد. دو وصف خیلی مهم برای یک قائد ضرورت بود. یکی علم، مراد از علم در اینجا معلومات کافی در تمام موارد است، خصوصا اون مواردی که ضرورت برش وجود داره، یعنی مواردی که ضرورت وجود داره در اون موارد باید علم داشته باشه. یک قماندان جنگی باید مسائل جبهه را، روحیه افراد خود، انگیزه جهاد و همچنان نتیجه پیروزی را، آداب مبارزه را مکمل یاد داشته باشه. امیر به نام علم یاد میکنه. هر کس در امو شق خود باید امو معلومات کافی را داشته باشه و همچنان سالم بودن جسم ایام خیلی زیاد رول داره برای پیشبرد وظیفه. از او خاطر الله تبارک و تعالی برای طالوت امو صفتای را داده بود که یقینا نماینگر اهلیتش بود. از او خاطر مردم هم با وصفی که انتقاد ظاهری داشتن، ولی هرگاه که علاماتی که از جانب الله تعیین شده بود برشان واضح شد دیگه زبان انتقاد بند کردن. در زیر قیادت طالوت جمع شدن، لشکر خیلی قوی است. در بعضی روایات میاد که 70,000 نفر جمع شده بود و کلگی با جوش جمع شده بود، به خاطر که خانه ها
در زیر اسارت مردم بود، اولادشان در زیر اسارت مردم بود. لیکن طالوت از هوش کار میگیره، از درایت کار میگیره. الله داستان از این را بیان میکنه. حالی هم موتور است، در میدان مقابله باید مردمای خیلی امتحان دادگی باشه، مردمانی باشه که وا سختی و تکلیف مشقت و رنج زیاد کشیده باشه. اینطور نشوه که نازدانه باشه، نازپرور باشه، مثل گیاهایی که همیشه در لب جوی می باشه، اگر یک آب در یک روز قطع شوه با سبا روز تاب مقاومت آفتاب و حرارت آفتاب نداره. این باید درختی باشه که در دشتا رویده باشه و ایج آب ندیده باشه. اگر آب برش برسه خو بیخی زیاد او تنومند میشه، قوت و انرژی میگیره. از همون خاطر است که این قاید چطور یک امتحان بزرگ بالای همی لشکری خود میکنه و چقدر مردم در اینجا میمانه. الله میفرماید فلما فصل طالوت بالجنود، هرگاه که جدا شد طالوت به امرای لشکری خود، قال گفت طالوت ان الله مبتلیکم بنهر، یقینا الله تبارک و تعالی شما را امتحان میکنه بنهر، به یک جوی. لشکر سفر خیلی زیاد کرده بود در دشت و بیابانی که حرارت آفتاب خیلی زیاد بوده، لشکرها زیاد بود و خیلی آفتاب زده بودن، آنقدر نیاز به آب داشتن که هیچ پرسان نکو. طالوت هم میفهمید که آلی جوی آب میه، نهر آب میه، آلی معلوم شود که مردم چقدر آماده جهاد هستند، جنگ هستند. چرا یک مرتبه خود در اونجا گفته بود کسایی که کار و روزگار داره او مردم هم قطع ما باید یک جای نشوه، یعنی کسی که در زندگی خود نیمکاره ها باقی مانده او طور مردم باید در میدان جهاد نروه. یک امتحان در اونجا بود، از همون خاطر یک تعداد مردم اونجا هم شرکت در جهاد نکردن. همین تعداد که آمده بود، چون طالوت میفهمید که خو در ظاهر سر ما انتقاد میکرد، قیادت مرا قبول نداشتن، آیا فرمان و امر مرا در عین میدان جهاد که در اونجا فداکاری نفس است یا امر مرا قبول داره یا نه. از همون خاطر قبل از اینکه در میدان جهاد برسه یار امتحان میکنه. امتحانم به نوشیدن آب است. بعد از اینکه ضرورت به نوشیدن آب خیلی زیاد داره، اول خو میگه که کسی باید از این ننوشه. کسانی قطما در جهاد همراهی و شرکت میکنه که حجاب ننوشه. اگر می نوشم از یک پرخم یعنی از یک غرفه زیاد ننوشه. این امتحان خیلی بزرگ بود و مردمایی که همیشه خیلی زیاد نازیده بودن، اینطور تکلیف و مشقت نکشیده بودن، دیگه تاب مقاومت در اینجا نداشت. مثل که ما شما رمضان می باشه در وقت شام خوب میفهمیم که اگه آب زیاد بخوریم از نان هم میمانیم، سبب تکلیف هم برای ما میشه، لیکن اموجا خود اداره کردن نمیتونیم. اونجا همونطور یک تعداد مردم خود اداره کردن نتونست. از 70,000 لشکر 313 نفر باقی ماند دیگه مکمل آب خوردن. از همون خاطر طالوت دیگه به خاطری که معلوم شود که خود لشکر جمع شدگی از هر قسم مردم است، آیا در میدان جهاد کی مقابله کرده میتونه نمیتونه، میدانه که باید در این مواقف کسانی موجود باشه که از خون خود تیر باشه، نفس خود قربان بکنه. از لشکر زیاد کرده 4 نفر خیلی پخته، این خیلی مهم است. یعنی کیفیت معتبر است، کمیت معتبر نیست. در عبادات الله تبارک و تعالی می قانون است که پیش الله تبارک و تعالی کیفیت معتبر است، کمیت معتبر نیست. عبادت به شکل درست انجام داده شود اگرچه کم باشه به نزد الله خیلی اعتبار داره. از اینکه کمیت زیاد باشه اما کیفیت نباشه، مثل تراویح مردم افغانستان واری 20 رکعت خو میخوانه لیکن کیفیت درش هیچ وجود نداره، نه رکوع نه سجده است. طالوت میدانست که کیفیت معتبر است، ثبات و پایداری کدام افراد داره، کم باشه ولی مقاومت پخته داشته باشه، کثرت به درد نمیخوره. و این یک تجربه خیلی کافی است. چند نفر مخلصی که همدل در عقیدت یکی باشه و خیلی کار میکنه، از اون مردمایی که در بینشان مردمای بزدل و مردمای متردد و مذبذب باشه، تو یک برنامه را پیریزی میکنی، یک نفر پیدا میشه یک گپ میزنه، اما برنامه منحل میشه، پیش نمیره. از همون خاطر برای کامیابی هر حرکت مردمای مخلصی سرسپرده به کار است. این نیست که مردم هیاهوی از یاد بکنه، نه، مردمی که واقعا در امتحان کامیاب میشه. برجستگی طالوت برای ما واضح شد که در میدان امتحان چه قسم انتخاب میکنه. انتخاب هم که هیچ کس طالوت ملامت کرده نتونه که تو مرا چرا نماندی و دیگر روز ادعا بکنه که ما جهاد کرده میتونستم. اینطور امتحان میکنه که نه کسی خفه شده میتونه،
چرا گفت که کسی نخوره امی آب؟ چرا اینجا تو تاب مقاومت یک آب نداری، یعنی تو نفس خدا پایمال کرده نمیتونی. آیا در میدان جهاد نفس خدا قربان مرمی و تیر و شمشیر کرده میتونی؟ این خیلی دور گپ است. یقینا کسی که رهبریت یک گروه و طایفه را میکنه باید امی قسم قیادت داشته باشه، معلومات داشته باشه، در مورد افراد خود باید همیشه امتحانات بکنه، چرا که برش واضح شود که آیا این آدم چقدر پخته شده، چقدر استعدادش قوی شده، چقدر دیگه در راه دعوت پخته شده یا نشده. هر کس دعوت کرده نمیتونه، دعوت برای خود مردمای اهل کار داره، او مردمایی که واقعا در این راه مبارزه را اختیار بکنه و هر نوع تکلیف سر جان خود قبول بکنه. ما و شما وقتی دعوت نمی عقیده خدا میدیم یا میتور کامیاب نمیشه تا وقتی که مردمان صالح پیدا نکنیم، اهل که یقینا از نگاه عمل امتحان بدیم که مردم ما را ببینه. هر قدر تبلیغات مردم که شده تو را مردم قطع دوربین سعی بکنه هیچ چیزی خلایی را در تو پیدا کرده نتونه، اونو وقت امو تبلیغات مردم قطع خاک یکسان میشه و مردم اعتماد اطمینانش سری تو پیدا میشه. اگر ما خدا میگیم به منهج سلف روان هستیم، تنها یک رفع الیدین میکنیم اما در عمل دیگه هیچ چیزی نداریم، باز دیگه هم خلاها و نقطه هایی که مردم تبلیغات کرده در تو پیدا میکنه، باز گپت مؤثر واقع نمیشه. از او خاطر میدان عمل خیلی مهم گپ است و کشیدن تکلیف و مشقت امر لازمی است. باید ما این مشقت ها را بکشیم. طالوت می کار میکنه، فمن شرب منه فلیس منی، کسی که از این مینوشه از لشکر من است. و من لم یطعمه، کسی که از این خوراک نکرد فانه منی، او از جمله ماست، یعنی از لشکری ماست که قطمه امرایی در جهاد داشته باشه. الا من اغترف غرفه بیدی، مگر کسی که یک پرخم به دست خود میخوره او معاف است، یعنی این در مرتبه دوم است. در حقیقت لشکر از این سه طایفه میشه. او مردمایی که خب سیراب میخوره او در لشکر طالوت قطعا داخل نیست، اما دو طایفه دیگه که یک طایفه که خیلی ثابت قدم مردم است که پشت سرم از لشکر طالوت معلوم میشه که دو طایفه جور میشه. یک طایفه بزدل است که لشکر جالوت میبینه یک دم در ذهنشان میاد که ما توان مقابله را نداریم، اما طایفه قلیل دیگری که ایمان پخته است و دمو فرصت هم میگه که نه، بسیار طایفه های خیلی کم است که الله او را غلبه نصیب کرده، ما ان شاء الله غالب میشیم. همین طایفه است که هیچ نخورده آب، اما طایفه دیگه یک پرخم آب خورده. خب مجموعه 313 شخص از جمله مجاهدینی که همراه طالوت است. پیغمبر علیه السلام در جنگ بدر هم هرگاه که یک صحابی را امر کرد که تعداد ما چقدر است، صحابی بعد از شمار کردن لشکر آمد گفت یا رسول الله 313 نفر هستیم. فال نیک گرفت پیغمبر علیه السلام. در دین اسلام فال نیک موجود می باشه، فال بد وجود نداره که مردم بدشگومی میگه، این وجود نمی داشته باشه. پیغمبر علیه السلام گفت ان شاء الله نصرت الله قطع ماست، به خاطر که در امی تعداد لشکر طالوت بوده، از امو خاطر ما کامیاب میشیم و الله کامیاب کرد. در جنگ بدر امو کامیابی نصیب پیغمبر علیه السلام شد. قرآن میگه فشربوا منه الا قلیلا منهم، نوشید از زمین نهر از زمین آب مگر خیلی کم از زمین لشکر، او کم فقط 313 نفر بود. فلما جاوزه، این اول امتحان بود که مرحله را تیر کرد. مرحله دوم امتحان رویارویی است. انسان در میدان جنگ که مقابل دشمن خود واقع میشه اونجا میبینی که ساز و باز دشمن چقدر قوی است، شان و شوکت از او در کدام مرحله است. اما اینجا تاب مقاومت در مقابل اینمی اسباب ظاهری چی داره؟ تو در اسباب ظاهری چیزی هم نداری، حالی چطور میتونی در میدان مقاومت اختیار بکنی؟ ما پیش گفته بودم که بزرگترین اسلحه برای مؤمن عقیده و ایمان کامل است. زمانی که ایمان و عقیده کامل موجود باشه، چون او الله را شناخته و میفهمه که تاثیر در اسباب الله میندازه، اسباب مؤثر نیست، مؤثر الله تبارک و تعالی است. شمشیرها زیاد باشه لیکن الله که وقتی او را کارگر نسازه کارگر نمیشه. همین قسم اسلحه زیاد است خو الله کارگر نمیسازه. طیاره ها خیلی زیاد است لیکن بمش در سر خود میخوره، سر مجاهدین نمیخوره. فیرش سر خود میخوره، در مجاهدین نمیخوره، بسیار نفر کم میباشه. الحمدلله این تجربه به جهان ثابت شده که مؤمنات در هر مرحله جنگی مقاومت داره و کامیاب است، ولو که تعدادشان خیلی کم است، ولو که اسباب ظاهریشان هیچ وجود نداره. امروز در دنیای اسلام مسلمان ها هیچ چیز از نگاه اسباب ظاهری نداره، اما مقاومت کردن. جهان از پیشش لرزه داره. بیچاره این ممالک خود اله کرده در اینجا آمده که ما مبارزه داریم.
اینقدر حراس داره که حتی در منطقه خود جنگ نمیتونه. چرا؟ مسلمان ها چی داره؟ این چیزی هم نداره. کدام مملکت یک پاکستان بم اتم داره، دیگه یک مملکت اسلامی لا اقل بم اتم هم نداره. اما دنیا چرا اینقدر حراسان است؟ و میفهمه که این مردم ها اگر واقعا به مفهوم واقعی دین خود آشنا شوند، قرآن و حدیث در این جامعه پس حاکمیت پیدا بکنه، باز ما به هیچ وجه تاب مقاومت نداریم. یا ما را از قرآن و حدیث دور کرده، نفاق و شقاق در بین ما انداخته، ما را به مختلف فرقه ها تقسیم کرده و خودشان سر ما حکمت کرده رایسته. مردم و ملت به نام اسلام است، اما حقیقت اسلام در بین مجتمع مسلمانای وجود نداره. اینی مشکلی ماست. ایمان محکم نشده در قلب. از همین خاطر شما اگر خبر باشه در وقتی که نوامی حمله صورت میگرفت، آنقدر تبلیغات بود که پرسان نکن. اما تبلیغات انسان وادار به این میکرد که دست از جنگ بکشی، مکمل تسلیم شوی. روسا که آمد تانگاوی تیارا شب و روزی کابل معلوم نمیشد که چی حال است از دست تیاره که تا میشد در میدانا و تانگا را تا میکرد. از همین خاطر مردمایی که ایمان نداشتن و آنقدر زیر تاثیر اینمی اسباب ظاهری رفته بودن که مجاهدین نعوذ بالله دیوانه خطاب میکرد. میگه مردم دیوانه قطعی یک تفنگ چرایی و تفنگ ساجمایی خود در مقابل تانگ و توپ استادگی میکنه. علت چی بود؟ به خاطری که اینجا ایمان قوی نبود. ایمانی قوی بکار است. در هر حرکت و در هر مبارزه عقیده پخته وجود نداشته باشه، هیچ وقت کسی کامیاب نمیشه. این را یاد داشته باشه. به عقیده متزلزل هیچ وقت انسان در هدف خود نمیرسه. حالی میبینیم که چی گپ است؟ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، هرگاه که عبور که تیر شد طالوت و الذین آمنوا معه و کسانی که ایمان آورده بودن امرای طالوت تیر شدن از نهر، قالو گفتن آلی نمایان شد لشکر جالوت. لشکر جالوت خیلی با عدد زیاد و خیلی اسباب ظاهری شمشیرها و اسبا و گپا خیلی زیاد بود. در بین این همی لشکر طالوت یک تعداد مردم که یک کمی بزدل بودن و گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت، امروز ما در مقابل جالوت هیچ توانایی نداریم و جنودی در مقابل لشکرش. ما را بیبی این تعداد ما را، این اسلحه ما را و را بیبی، کی ما با هم مقایسه شده میتونیم و کی برابر شده میتونیم که مقابله بکنیم. اما در بین مردمای راسخ است، او مردمایی که یقینا صفات الله را شناخته، او مردمایی که وعده های الله را یقین داره، او مردمایی که یقینا وعده های الله را در چشم سر مشاهده میکنه. مؤمن واقعی یقینا همونطور میباشه ولو که اسباب ظاهری قطعا وجود نداره. و چی میگه؟ قال الذين يظنون، گفتمو کسانی که میدانستن، اینجا ظن به معنای یقین است، که یقین داشتن انهم ملاق الله، که ما امرای الله رو برو شده نیستیم. مرگ آمدگی است، یا امروز یا صبا یا دیگه صبا، این فرقی نمیکنه اگر امروز میموریم اگر صبا میموریم. خلیکن مردن چی رقم مردن باشه، ما به پیش الله میرویم، با الله رو برو میشیم. باش که می مردن ما مردن افتخاری باشه، مردن به خاطر رضای الله باشه. از او خاطر چی میگه؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. بسیار کرد یک جماعت خیلی کم غالب میه بالای یک جماعت خیلی بزرگ، اما توسط چی؟ باذن الله، به فرمان الله. الله کی خواسته باشه به این نظر نمیکنه که چقدر مردم زیاد است یا کم است، اسباب و وسایل جنگی کم است یا زیاد است. نه 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 نه، الله تبارک و تعالی یک جماعت قلیله غالب میسازه. چرا؟ صحنه جنگ بدل میسازه. میبینی که حالت دیگرگون میشه. اما تربود پیغمبر علیه السلام کدام مقامی را که برای خود خاص کرده بود و خیلی گل چی ریگ بود، پایای امی مجاهدین گور میرفت، آب وجود نداشت. لیکن زمانی که مسئله جنگ آمد الله باران کرد. جای پیغمبر علیه السلام یک دم سخت شد، آبام فراوان شد و جای کفار لای بود، یک درم پایایشان میلغزید و اسبایشان میلغزید. الله تبارک و تعالی در یک لمحه صحنه جنگ تغییر میده. چرا؟ الله قدرت داره. گپ ایجاست که ایمان و یقین پخته شوه بالای الله تبارک و تعالی. این چقدر درس میده به ما. این جمله نیست که جمله عادی باشه که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره خب باذن الله، به فرمان الله جماعت و توده های خیلی کم مردم که به اخلاص و صداقت در راه الله مبارزه بکنه لشکرهای طاغوتی را شکست داده میتونه. مجاهدین افغانستان یقینا با واسطه که قدر معلومات کافی هم در جهاد نداشتن و او قدر ایمانی راسخ هم زیاد نبود،
حتی مردم آشنایی هم با ایمان خیلی کم داشت، اما طاغوتی بزرگ، بلای بزرگی روسیه را شکست داد. نه تنها خود یک مملکت بلکه نظام کمونیسم الحمدلله گلمش از دنیا چیده شد. یک گپ عادی نیست. این سخن بعد ما همیشه در تاریخ خود یاد داشته باشیم. شما مقاومت کنید، نگویید. شما میبینید محیط ما حول یک دم خرافات گرفته، مردم خرافاتی قدر زیاد است، کش و فش داره خیلی زیاد. تو یک نفر، دو نفر، سه نفر هستی، ولی شرطش است که مقاومت داشته باشی، یقینت سر الله تبارک و تعالی باشه. تو حرکت شروع کو، قطعا الله تو را کامیاب میکنه. این ما یقین داریم که الله کامیاب میکنه. چرا؟ این جمله ما را روح تازه میبخشه. ما مایوس نمیشیم. در یک ماحول محیط ما میبینیم روزگاری میباشه که در اونجا یک دم سر و صدای بدعات و خرافات است، روزی فرا میرسه که یک دم صدای توحید در اونجا بلند شده میباشه. خب شرط چیست؟ شرط مثل لشکر طالوت و لشکر بکار است که آزموده شده باشه، مشقت و تکلیف برداشت کنه. اما یک چشم کشیدن پدر او را وادار به این نسازه که دیگه مکمل. یک نفر گفت، یک نفر چی بود از دوستای ما بود، در منطقه رفتیم، سابقت ما خب چی بود؟ رفع الیدین نمیکرد، دستا را همینطور پایین گرفته بود. گفتم چرا اینطور شده یا مردکه؟ والا میگه پدرم مرا گفت که اگه دیگه اینطور کار کردی از خانه میکش. خوب امی قدر گپ وادار به این شده که تو به این گپ تسلیم شدی؟ حالی گپ پدر در مقابل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اهمیت داره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تو باید مقاومت بکنی، پدر را بفهمانی. اگر او فشار میکنه سر تو، پیش رویش اما قسم بکنی که اینجا خب پدرت وجود نداره، خیر است، اما پیش رویش هم یک ادب است و به خاطر از این کار بکن که آینده او را بفهمانی. وگرنه در شریعت حق نداره پدر که مانع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرده. از همون خاطر داستانا برای ما درس میده. چی درس میده برای ما؟ مقاومت بکنیم، نبینیم که ماحول کلش گنده است. نمیشه والا. اکثر مولوی صاحبای ما به می خاطر میگه والا بدعتا خیلی زیاد است، اول کدام دور کنی. نمیشه. نه، تو از صفر شروع بکن. تو به خاطر رضای الله تبارک و تعالی و ادای مسئولیت قدم بگذار. ما یقین دارم که سخنی که از دهنت میبره با اخلاص و صداقت الله تبارک و تعالی او را بی ثمر و بی نتیجه نمیگذاره. در آبادی خوب بگذار، در یک بیرانه برو، آواز توحید تا بلند کن. انشالله یک روز میشه که دمو بیرانم نهال توحید ثبت شده باشه. این حتما الله بی اثر نمیگذاره. خب گپ به اخلاص است، گپ به دلسوزی و صداقت است. انبیاء علیهم السلام یک تن می بود و یک دفعه به لشکر نآمده، یک تن پیدا شده، دعوت داده، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر مرکز جور کرده، بعد از او مقابله و جهاد کرده، بعد از او امو ساحره از لوث تمامی بدبختی ها پاک کرده. شما یک دفعه داستان سیرت رسول الله برای چی خونده میشه؟ سیرت رسول الله همونطور نیست که تاریخ ها را بخونه. سیرت رسول الله برای زندگی خودت خوانده میشه که چه قسم ما زندگی را پیش ببرم، پیغمبر چه قسم دعوت داد، از کجا شروع کرد، چه قسم شروع کرد، چی مقاومت کرد. تو سیرت باید قدم به قدم همینطور یاد داشته باشی و مبارزه کرده بری. الحمدلله فضل الله سبحانه و تعالی است. بسیار دوستا همینطور است. اول تنها خودش بوده، بعد از او کم کم کار کرده، فامیل ساخته، بعد از او قارب خود ساخته، بعد از او بسته قومی خود دعوت داده. این آدم باید یقین داشته باشه. قرآن امیم مایوسی را از دل آدم دور میکنه. هیچ وقت نگویی که نیست جور نمیشه. تو فقط به خاطر رضای الله کار کرده برو، دلسوز باش، خود کلان نتراش. شیطان تو را نعوذ بالله در سرحد تکبر نرسانه که تنها خود جنتی میگی دیگر را کلش جهنمی فکر کنی. نه، به کمال دلسوزی. اما حالتی که سابق تو داشتی، مردم دمو حالت فکر بکن که چی حالت بود. اگر کسی دمو موقع بری تو دعوت میداد، تو قطی شپیلاق وار میکردی، قطی سنگ وار میکردی. اما الله سرت رحم کرده. آل امینمی قسم در پیش مردم به خاطر دعوت دین ولو که چاپلوسی میشه تو چاپلوسی بکن، خدا بسیار کم بزن، خیر است. اما غیرتی تا همینجا پایین بیاد. شیطان خودت میگه که تو خود دعوت میدی ولی که قبول نمیکنه، بلا در سرش عذاب الله بیا یارا تیکه تیکه کنه. نه، تو باید شیوه پیغمبر علیه السلام در پیش بگیری. الله مهدی قومی فانهم لا يعلمون گفته بری، دعام برش بکو، دعوتم بکو. ما یقین داریم که بی نتیجه نمیمانه. والله مع الصابرین. امداد الله امرای کیست؟ این گپی من نیست، گپی الله تبارک و تعالی است. امداد الله امرای صابرین است. معیت الله، معیت هم یک صفت الله است. چی رقم؟ امو رقم که لایق شان کیست؟
الله. تنهایی تو هم نمیگیم که نصرت الله است، نه، تنها نصرت نمی باشه، الله قطعی توسته. سخنی که میگی الله برابر میکنه، هیچ چیز علم نام نداری، خب به خاطر رضای الله که سخن میگی، الله همون طور دلیل ده ذهنت پرتافته روستی. آدمی عامی میباشی اینطور دلیل میگی که یک ملا گفته نمیتونه. چرا؟ الله قطعت است. سخن میگی الله برات جور میکنه، مقاومت الله برات توفیق میده. اینمی قسم هیچ کس در مقابل استادگی کردن نمیتونه. ولما برزوا لجالوت و جنوده، هرگاه که ظاهر شدن برای در مقابل جالوت و جنوده، در مقابل لشکرش، چی بکنه؟ قرآن درس میده برای انسان. حالی تو اسباب ظاهری نداری، وسایلی که تو سرش اتکا میکنی موجود نیستن. کدام وسیله خیلی مهم است. یک وسیله مؤمن داره. او وسیله کدام وسیله است؟ دعا، التجا به الله تبارک و تعالی. از همون خاطر در هر موقعی که دعوت میدی اول دعا را طلب کن از الله که یا الله خاص به خاطر رضای تو سخنی تو را به این مردم میگم، الله تو دیش تاثیر بنداز، تو قلبای از یار نرم بساز، تو توجه از یار طرف سخنی ما پیدا کن. اگرچه من اهلیت از این سخن ندارم، الله تو دیش برکت پر تو. انسان وقتی گپش تاثیر پیدا میکنه که اینی گپا را به الله پیش بکنه. چرا که انسان خدا کلان نتراشه. الله کی توفیق برات داده، امی توفیق الله برات داده، تو نمیتونستی. سعی کنی لشکر است بر آمده، دمی موقع چی دعای جالبی میکنه، چی میگه؟ قالوا ربنا، الله اکبر. یعنی دوستای الله است، مجاهدین الله است، دعا کرده، قرآن نقل کرده. ما دعا را چه قسم بکنیم؟ بگوییم با طفیل و برکت فلانی، با جاه و جلال فلانی، با حق فلانی؟ نه، قرآن که هر جای دعای پیغمبر نقل کرده، از صحابه را نقل کرده، از مجاهدین نقل کرده، از ملائکه نقل کرده، ربنا گفته. ربنا یکی از جمله اسباب تربیت امیسته که ما در میدان جهاد پیروز باشیم، ما در میدان جهاد کامیاب باشیم، ما در میدان جهاد ثابت قدم باشیم. این اسباب تربیت است. او اسباب تربیت، یکی از جمله اسباب تربیت است. تربیت کی میکنه؟ الله. از او خاطر به کلمه ربنا اکثری دعاها را که شما میبینی به کلمه ربنا شروع میشه. این را میگه توسل به صفات الله. کدام صفت؟ امو صفتی که خیلی زیاد مداخله در کاری تو داره. اینجا در کاری از چی مداخله داره؟ الله یارا تربیت میده. چی رقم تربیت میکنه؟ قلبشان محکم میسازه، ثبات و پایداری اطمینان در قلبشان میندازه، قدمشان محکم میشه، استوار میشه، حالی از اسباب ظاهری دشمن نمیترسه. از او خاطر این اسباب تربیت است. به کلمه ربنا میگه افرغ علینا صبرا. تشبیه صبر به آب داده. الله تبارک و تعالی وجود ما را مالا مال و پر از صبر بساز. مثل که آب از بالا بریزانی، حالت گرمی و سختی باشه و یک دم وجودی تو نشاط پیدا میکنه، مقاومت پیدا میکنه. الله همون قسم صبر سر ما بریزان. دیگه این دعاست. این مردم میگه دعا یعنی وجودی ما مکمل صبر باشه، چشمی ما، گوشی ما، پای ما، دلی ما استراب نباشه. و ثبت اقدامنا، ما را در این میدان ثابت قدم نگاه کن، مستوار دار اقدامنا، قدمای ما. تو نشه متزلزل سوا رو به فرار بکنیم. سعی کنی اول از درون شروع میشه. تا وقتی که مقاومت و صبر در درون پیدا نشه، پای استواری پیدا نمیکنه، پای در حالت فرار میباشه. اینجا که یقین و ایمان کامل شد، حالی پای هم استوار است. بعد از او نصرتت میست وانصرنا علی القوم الکافرین. ما را نصرت بده. بالای کی؟ نمیگه بالای دشمن. وجیش ذکر میکنه که یا الله بالای قومی ما را غلبه بده که وا کافر است، منکر از نظام توست. الله ما خو نظام تو را قبول داریم و وا منکر نظام توست. وجی کامیابی هم موجود است که ما در راه تو مبارزه میکنیم و وا نعوذ بالله منکر نظام توست. فهزموهم باذن الله. شکست داد امی طایفه کم با مو لشکری خیلی بزرگ، با مو لشکری که خیلی مقاومت داشت. ابو جهل با اون نیروی خود که با بسیار جوش و خروش، کلی مردم با بسیار جذبه برآمده بودن به خاطر نجات قافله خود، یک دم اسلحه خوب وقتی خود آورده بود، لشکر خیلی ورزیده. از امو خاطر که وقتی ابو سفیان برش اول روی که با ابو جهل که ما خود رسیدیم، سایه سالم رسیدیم، قافله در مکه داخل شده، پس بگرد. گفت نه، ما که ای پیروزی خدا جشن در آبی بدر نگیریم هیچ امکان نداره. یه جوش و خروش او را وادار ساخته بود. و او طرف پیغمبر 313 نفری که برای راگیری قافله آمده بود، حتی بعضی اسلحه هم قطع خود ناورده بود. این جره بیبی و اون جره بیبی، او اسلحه را بیبی، ای را بیبی مقایسه بکو.
لیکن ایمان جدا چیز است، عقیده جدا چیز است، نصرت الله جدا چیز است. قرآن میگه فهزموهم، شکست داد جالوتیا را به اذن الله. اینجا کس لاف نمیزنه که من قهرمان هستم، من طوفان هستم، من فلان هستم. تاسف نیست. 4 روز فقط در سنگر دویدی، حالی دعوای ازیر داری که من در فلان رسیدم. آیا با ابوبکر و عمر رضی الله کسی لقب داده؟ آیا برای عثمان و علی رضی الله کسی لقب داده؟ فتوحات خیلی زیاد داشته. آیا عملی تو به خاطر کیست؟ به خاطر الله اگر باشه چی ضروری است؟ امروز مسلمانای ما حتی عبادت خود نمیفهمن. مسجد جور میکنه به نام شخصی خود، مسجد فلانی حاجی صاحب. حاجی صاحب مسجد برای الله جور کرده، چرا نام خود در این شخص در ایمان دروستی؟ این مردم کلش ریاست، کلش سمعت است، کلش خود نمایی است، کلش شهرت است. یقینا کسی که همینطور قدم مونده در دنیا همینطور برش حاصل شده، شهرتی شده، اما در آخرت هیچ حصه نداره. پیش آیت ما و شما تیر کردیم. در می موقع اذن الله است، حکم فرمان الله است. و قتل داوود و جالوت، در بین افراد شخصیتی برازنده که آینده الله ای را پیغمبر انتخاب میکنه، داوود علیه السلام موجود است در بین لشکر طالوت. مهارت جنگی خیلی، بعضی اوقات سبب کامیابی لشکری تو فرد میشه که یک فرد میباشه، لیکن سبب کامیابی لشکر میشه. رو به رو حمله کردن سری دشمن این گپ عادی نیست. دشمنه که تو مواجه به شکست میسازی به می خاطر که تو از مرگ نمیترسی. وقتی دشمن میبینه که این آدم از مرگ نمیترسه، آمده رویسته، رعب در قلبش پیدا میشه، مجبور است که میدان اعلا بکنه. هر جای مقاومت وقتی کامیاب میشه که اینطور مردم فداکار باشه. داوود علیه السلام مجاهد سطحی نیست، مجاهد ماهر است. پلخمان ازی تیری ازی طور به هدف نمیخوره، در 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 و اوی فیر بکنه، یک مرمیش به جای فیر نمیشه. از او خاطر داوود علیه السلام از همی خوردی الله او را یک استعدادی چی را داده بود؟ جنگی. از همون خاطر آینده همو کارش هم چی بود؟ زره سازی، زره جور میکرد. آدم مجاهد بود، از همین طفولیت همین فکرش کلش مکمل طرف چی بوده؟ جنگ بوده. از او خاطر هدف خیلی دقیق میزد، کی را هدف قرار میده. قرآن که داستانا را بیان میکنه اینطور خو نیست. آدم را کس نمیکشه، اینطور کس بکش که با کشتن از او دیگه مردم دیگه یک دم به سرنوشت شود. جالوت سرپرست است، پاچاست. داوود علیه السلام در عین میدان جنگ انتخاب میکنه که کلانش کدام است. جالوت خوب انتخاب میکنه، بعد از او فیر میکنه، در فرقی جالوت میخوره. با مجردی که جالوت میفته لشکر دیگه رای خود گم میکنه. سرکرده و قماندان در جهاد کشتن یکی از جمله رمزای پیروزی امو جبهه میباشه. تو هر کس نمیکشی، آدم عادی را بکشی کس خبرم نمیشه. کسی را بکش که او تنظیم میکنه مردم، ترتیب میکنه مردم، او در مقابل تو تحریک میکنه مردم. هر کس خود کشته نمیشه. ببینید این داستانای جنگی جهادی برای ما درس میده کدام جای مورد حمله قرار بگیره، هدف اولی باید کدام جای باشه، تلاش باید برای کدام جای باشه. با یک نقطه سبب پیروزی جنگ میشه. دیگه وقتا بزن مرده ها میفته به هزارها، جنگ خاتمه پیدا نمیکنه. اما با یک نقطه از این معلوم شد که در بین لشکر طالوت کی بود؟ داوود علیه السلام، شخص ماهر، شخصی که میفهمید دقیق که چی چیز مایه کامیابی ماست. هر قدر تلاش میکرد فقط جالوت پیدا کرده بود. قرآن کریم میگه و قتل داوود و جالوت، قتل که داوود علیه السلام جالوت. و آتاه الله الملک، الله برش داده بود به داوود علیه السلام الملک، پادشاهی، و الحکمت، پیغمبری، یا مهارت جنگی که در این صحنه او در کار انداخت. حکمت دو مطلب اینجا داره، یک مطلبش نبوت است، ها مفسرین همین ترجمه را میکنه، لیکن نه، بهتر ترجمه حکمت اینجا مهارت درست برای داوود علیه السلام که انتخاب کرد در بین جنگ کی را بکشه، بعد کی را از بین ببره که سبب کامیابی ما میشه. و علمه مما یشاء، الله تعلیم داده بود به داوود علیه السلام از آن چیزی که الله خواسته بود. زری ساختن برش تعلیم داده بود، فیر کردن برش تعلیم داده بود، دقیق فیر کردن که هدف خطا نکنه. این الله به داوود علیه السلام تعلیم داده بود. چرا؟ سر و کاری ازی چون در خاندان نبوت بوده، از همون خاطر سر و کارش خطی چی بوده؟ قتل جهاد و اسلحه بوده. امروز ما اولاد خدا در جای ازی که در سینماها میره، باید در روزای عید برشان میدانی نشانه زدن مقرر کنیم که نشانه بزنه، تیر بزنه. سعی کنه، بازی ها کلش حرام است،
مگر اسب دوانی حلال است، آب بازی حلال است، سنگ پرتافتن حلال است، دویدن حلال است، تیراندازی حلال است. چرا؟ به خاطری که یا کلش ممد و وسیله برای چی است؟ جهاد است. افغانستان چرا پیروز شد؟ شما خبر داری؟ کلی افراد افغانستان از دو وجه، یا یک دم افراد جنگی بود. چرا؟ یک وجه ای بود که کلگی عسکری کرده بود، کلگی نشان و تفنگ و گپا را یاد داشت. این رازی کامیابی ما بود. دوم شکاری بود. مردم افغانستان مردم شکاری بود، مرمیش به جا فیر نمیشد. وگرنه در مقابل او لشکرها ما چی داشتیم؟ هیچ مرمی نداشتیم. همین مرمی کفایت نکرد برای از ما، قطعا نمیکرد. جنگ شروع میشد و با میلیون ها مرمی فیر میکرد. مجاهد یک مرمی فیر میکرد، لیکن بجای فیر میکرد. حتی مشکوش میزدن، مشکوش یک داره چی هست، ولی از تانگ امو تانگ چیست؟ تانگ چلانش هم میزد، او را میزد. این میگه مهارت جنگی. جهاد برای خود اینطور نیست. غوغا شور ماشور بخیزیم، احساساتیش هم بزنیم، یک مردم دکانا را خراب کنیم، میریم دور کنیم ما والا سری قرآن سوختانده نمیمانیم. حالا که اینطور میکنیم. تو دقتی قرآن چی کردی جناب؟ کی دقتی کتاب الله کدام روز برشیشتی که قرآن آداب برات نشان بده؟ بای میده کردن دروازه دکانای مردم تو کامیاب سری امریکا میشی؟ ها؟ تو او قرآن سوختانده تو در بغلت بگی. تو حالی بفهم که قرآن برای ما چی پیام داره. موضوع والله و برا را بفهمی، موضوع دوستی و دشمنی را بفهمی، که تو یک دفعه زندگیت جور شود. زندگی ایمانی خود تو جور نمیشه که میری در دسترخوان قطش خدمت میکنی، نعوذ بالله تشنابایش پاک کرده رایستی، تمام وسایل ضروریش تو برآورده میکنی، کمپاینایش و قطارایش تو تیر میکنی و بعد از این میگه الله اکبر، نمازم میخونی الله اکبر. الله اکبر چطور است؟ تو میفهمی که دوستی با کافر چیست، معاونت با کافر چیست. این گپا را درک کردی؟ به این کتاب خود یک دفعه گوش بگی. غیرت سری سوختاندن به شعارا نمیشه. غیرت به سوختاندن به این میشه که ما قرآن پس مشعل زندگی خود بسازیم. یقینا ما تسلیم شویم به می کتاب. ابی رهبری ماست، رهبری زندگی ما کتاب الله است. لا اقل وقت برش بده. کجاست همون شور حالا که قرآن سوختانده شده کجاستن؟ در ترجمه قرآن دیده میشه همون مردم؟ نه، فقط همی قدر میکنه که در او زمان 10 نفر در زندان پرتن، 20 نفر تاوان اقتصادی بکنه، خود زخمی بکنه، مردم از کار و بیکار بندازه، خیر و خلاص. چرا؟ احساسات است. احساسات نیست. قرآن برای درس میگه در تمام امور مهارت بکار است، سنجش بکار است، تربیه بکشو. تو یک دفعه معلومات بکو، خب خدا برسان تا یک موقعی را که وجودی تو قیمتی شود. راستی هم یک شخصی باشی که دشمن از پیش تراس داشته باشه. از تو ما و تو آره مردم هیچ وقت دشمن حراس نداره. مردم میگه این مردم ایلجار است، ایلجار. یک مرمی که در مابینشان فیر شود باز کلشان در خانه های خود پنهان میشه، پرت میشه، در میدان هیچ کس نمی باشه. همونطور است. خب قرآنی درس را برای ما میده. چرا جنگ جایز است؟ الله حکمت و فلسفه جهاد بیان میکنه. جهاد چرا مشروع شده؟ الله تبارک و تعالی ما را مامور به جنگ به این خاطر نکرده که ملکا را تسخیر کنیم، تمام نظام اقتصادی در کنترل ما بیا که کل مردم محتاج ما باشیم. به این خاطر جهاد نیست. جهاد به خاطر دفع فساد است. فساد چی است؟ بزرگترین فساد قایم کردن نظام طاغوتی و امروز با اصطلاح دموکراسی است که جهان پشت از او برآمده، تلاش میکنه، قربانی میده. ببینه چقدر شرم و خجالت است. او مسلمان، او برای دموکراسی، او برای مفکوری خود ساخته خود قربانی میده، مال مصرف میکنه، کدام منطقه را میگذاره، در کدام منطقه جنگ کرده رایسته به خاطر جا به جا ساختن قانونی خود ساخته خود، نظریه خود. او تو برای قانون الله لا اقل به ترجمه قرآن نمیشینی. چه قسم مسلمان خدا میگی؟ 60 سال از عمر تیر میشه، نماز میخونی، الحمدلله را مطلبش نمیفهمی. تو مسلمان هستی؟ دعوی اسلام داری؟ او برای دموکراسی خود مبارزه داره. امروز کلی رسانه ها را کمی میگیری، حتی مبصرین ما و شما، صاحب نظرهای ما و شما گپ از چی میزنه؟ از دموکراسی میزنه که دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی لکه‌دار میشه. تو چی میگی؟ کدام فرمان الله است که لکه‌دار میشه؟ این بدینی
این بیدینی. او برای ازی مبارزه میکنه او تو برای الله مبارزه نمیکنی که قانون الله قائم شود. در جهان همی دو جنگ است برادرها. اگر کسی خود فریب میده او جدا مسئله است، وگرنه جنگ سر همی دو نقطه است. دنیای کافر مکمل دست یکی کرده، به این خاطر دست یکی کرده که نظام اسلام از بین بره، قانون الله در سرزمین الله حاکم نباشه، قانون مردم حاکم باشه. اینا بدانه، اگر نمیفهمی بدانه. آینده زمزمه نکنه دو مولای مصری و دو مولای افغانی و دو مولای پاکستانی شما را فریب نده که دموکراسی دو قسم است، یکی اسلامی است یکی غربی است. در اسلام دموکراسی حکومت مردم هم میگه. مفهوم دموکراسی حکومت مردم است، برای مردم است، بالای مردم است. در اسلام حکومت الله است، بالای مردم است، از طرفی کیست؟ الله است. این با هم خیلی فرق داره، خیلی تضاد داره، هر دو یک جای نمیشه. یک تعداد مردم ما بیچاره خدا فریب میده، الا دموکراسی الا دموکراسی. ببینید جهان به می خاطر مبارزه داره. خطی شما نظام مردمی خدا سری شما چی کنه؟ تطبیق بکنه، حاکم بسازه، خیر و خلاص. پارلمان کی کامیاب میشه؟ اونه وزیر داخله توسط چند رای؟ بگو یک رای، 26 رای شد، 126 رای مخالف شد. مجموعه نصف مجموعه 124 بود. اگر یک رای نمیداد اینجا چی میشد؟ یک رای کم میشد، 125 در اون جانب میماد، 125 در این جانب میماد. یک رای. دیدی؟ حالی در دنیا وقتی انتخابات تو میکنی مردم فاسد زیاد است یا مصلح زیاد است؟ برالا گپ است. تو 30 نفر است و 70 نفر است، رای از اون بالاست یا از تو؟ از اون خاطر کسی در رأست قرار میگیره که فاسد باشه. اینا بدانی تو چطور توقع داری؟ نظامی که اسلام مقرر کرده در او خیر و برکت است، او ایره ما باید بداریم. از او خاطر جهاد برای محو فساد است. بزرگترین فساد قایم کردن دموکراسی در سرزمین الله تبارک و تعالی است. همین دموکراسی که به همین مفهوم است. اگر کسی مفهومش تغییر بده، قطعا از ما نزاع نداریم که دموکراسی را مفهومش عیناً نظام اسلام بسازه. بگو یک قانون تقسیم کند به دو قسم، یکی قانون وضعی یکی قانون شرعی. قانون شرعی وضعی مثل که ترافیک بری خود وضع کنه، موترها چه قسم استاد شوه، با کدام رنگ حرکت کنه، این گپا. این قانون وضعی است، ما و شما بری خود میسازیم. الله حواله به ما کرده. چرا؟ به خاطری که تاریخ به تاریخ با هم چی داره؟ فرق پیدا میکنه. اگر این تو تقسیمات بکنه باز ما قطعش نزاع نداریم. اما دموکراسی با اون مفهوم هدف اینمی دنیای کفری و الحادی امروز است. اگر شرق است اگر غرب است، کلشان دسته یکی کرده. شما باور به الله بکنه با جز از جنگ اسلام دیگه چیز نیست. چرا؟ بوشی بدبخت از دانش نبرآمد که جنگی صلیبی است؟ برآمده. این گپ نیست. در بعضی اوقات از دهنشانی گپ خامخا برآمده نیست. این جنگ همون جنگ است. دلت مسلمان که حالی در هر آسیا که خور میکنی، آبی تا در کجا میپرتی، در کدام طرف قرار داری، چی میکنی، میفهمی هوشیار هستی یا نه که میگی نه اینطور نیست. جهان قیام کرده به این خاطر که اسلام محو بکنه. نظام اسلام باید نباشه، قرآن و حدیث باید نباشه. قرآن و حدیث بسیار دینار خوش داره. 1000 خانقاه را جور کنی هنوزم برات میگه خیلی خوب. سال مولانای بلخی را بگوی یک سال خود به نام مولانای بلخ مینامه. چرا؟ مولانای بلخ و مردم از جهاد عملی منع کرده. او میگه نه، مثنوی مغز قرآن است، قرآن پوستش است. نعوذ بالله. خود کلام الله. او اینی گپا میزنه، مردم دعوت به اخلاقیات میده. اینطوری مرکزها 1 میلیون جور شو و خوش داره. اینطوری اسلام خوش داره. چرا اسلام تقسیم کرده به نام اسلامی چی؟ افراطی و اسلام غیری، اسلام افراطگرایی و غیر افراطگری. اسلام تقسیم قبول میکنه؟ اسلام تقسیم داره؟ اسلام یک اسلام است، یک کتاب الله. من که میگم که نکنه بیایید دیگه به نام ننازی که انفیستم شافیستم. بیایید خدا مسلمان بگی به کتاب الله و سنت رسول الله تسلیم شود، دست یکی بکنه، تفریقه ها را اوستو بندازه. جهان به می خاطر است. به الله قسم یادتان باشه که تفریقه ها اول نشأتش و بنیادش توسط یهود مانده شده. یادتان باشه.
با الله قسم اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با پیروان خودی را گفته باشه که دنبال ما همینطور محکم بگیره که شافعی را لعنت بگوی، احمد حنبل گپش قبول نکنی، او را چپا کنی قولش، با الله قسم اگر ای را گفته باشه یا ای توقع را داشت. قطعا نه. خود تو گرفتی. تو چرا گرفتی؟ دشمن در مابینت کار کرده. ملا لباس سفید پوشیده لیکن خودش 20 سال در انگلیس تیر کرده، اینجا آمده قطعی تو زندگی کرد، تو را برای تو نماز داد، خب برای تو چی درس ها را داد؟ از قرآن و حدیث دور شدی. قرآن و حدیث بس یک کتابی است، کتاب ثواب پوشا برش داده شود، تعظیم شود، خیر و خلاص. ترجمه میشد، درس داده میشد، مردم از کجا حقیقت دین خود بدانند؟ ما خو که بعضی علما را زیاد رد میکنیم، به می خاطر بکنیم که نکنی علما یک کمی بیدار شوی، هوشیار شوی. بالله قسم این دسیسه اول ابتدا از طرف یهود شروع شده برای شاخ شاخ کردن مسلمانان، که مسلمانان یکی نباشه، از قرآن و حدیث دور باشه. این را یاد داشته باش. مدرسه دیوبند بنیادش بفهمی که کی گذاشته، این که علمایش به اخلاص خدمت کرده. جماعت تبلیغ بنیادش کی گذاشته، این که علمایش به اخلاص کار میکنه جدا مسئله است، اما این را بدانی که اصلی بنیاد از کجا شروع میشه او چرا بنیاد نهاده شده. مدرسه دیوبند مدرسه جور شد، نصاب مقرر شد، نصاب منطق و حکمت خوانده شد، قرآن و حدیث بیرون شد. از همون خاطر به نام نصاب نظامی مولانا نظام الدین را جور کرده، در بدر که طالبه و شاگرداره کل عمر در یک الکلمتوی کافیه تیر میشه. دوم ما شاگرد زینش قیل قلنا، اگر اعتراض وارد شود چی طور کنیم که اگر جواب بدیم در یک الکلمتو. شما باور به الله بکنی که شاگردا را بری خود در مدرسه ببینه، دمو زحمتی که شاگردا میکشن، نانی گدایی را جمع میکنه، 20 قسم یخ طعام ده سطلک جمع میشه میخوره، ولی این بیچاره 10 سال تیر کرده در کتاب منطق. اورام در سلام یک کتاب است، سبحانه ما اعظم شانه، در دو کلمه گریان آدم میاکی این استعدادا و این ذهنیتا و این اخلاص چرا صرف این طور واهیات میشه؟ چرا سری قرآن مصرف نمیشه؟ چرا سری حدیثی پیغمبر مصرف نمیشه؟ گریان آدم به الله قسم میاد. من خودم رفتم، خودم شاگرد برام میشیشت، یک الکلمتو را 2 ماه درس میدادم، یک الکلمتو را. حالی پشیمانی میکنم که یا الله کاش که او استعدادی که در او زمان داشتم و در او زمان ما حافظ حدیث حالی میبودم، حافظ حدیث میبودم، چقدر خدمات کرده میتونستم. بازم از الله شکرگزار هستیم که در آخر عمرم الله ما را هدایت نصیب کرد، وگرنه در بدر بودیم. ملا در مدرسه که میخواندیم ملا کسی بود که منطق خوب میفهمید و 60-70 نفر شاگرد منطق پیشش میخواند. خلاص اینمی را زیاد خوش داشتیم. الله رحم کرد، با قرآن ما را آشنا ساخت، دوری حدیث کردیم، درک کردیم که دین چی را میگه. منظورم است برادر جوان و خواهرای جوان شما خوب درک بکنید، دموکراسی لعنت است، مبارزه جهان علیه اسلام است. اسلام گاهی بر خاطر منافع شخصی و ملت و قوم و وطن جنگ ندارد. اسلام جنگش برای محو فساد است که فساد از بین بره. بزرگترین فساد قائم کردن لادینیت است، علمانیت است، دموکراسی است در جایی که نظام الله و دین اسلام. امروز همین حرکت های علمانیت شروع نیست. هوشیار باشه، بیدار باشه، زیرک باشه، بدانید دسیسه های دشمنه. معزی معاشا ما را فریب نده، ولی خب معاش میده. دختری خود در فلان مؤسسه روان میکنیم، در کجا کار میکنی؟ ما در فلان بخش هستیم، بخش ما ملکی است، بخش ما خدمت به مردم است. خود تو را به الله قسم تو نمیدانی که از امی بخش امی کافر چقدر فایده را میور دارد، چقدر تبلیغات روان کرده، چقدر به اسلام توهین میکنه، تحقیر میکنه. تو نمیدانی؟ به الله قسم انجینر صاحب میدانی، دکتر صاحب میدانی، کلیتان میدانی. نکنه سر دین اسلام غیرت کنه، اینطور مراکز تقویت نکنه. الله از پیشتان سوال میکنه. باز رزق ما را الله در ذمه گرفته، یا میرسانه یا مرگ روان میکنه، میریم. خو لیکن پیش الله تبارک و تعالی شرمنده نباشیم. قرآن از همین خاطر میگه ولولا دفع الله الناس، اگر نمی بود دفع کردن الله مردم بعضهم بعض از یارا به بعض توسط بعض دیگرا، لفسدت الارض، زمین یک دم فساد میگرفت، فاسد میشد، زمین خراب میشد. آبادی زمین توسط چیست؟
آبادی زمین توسط عزیز که نظام الله در اینجا حاکم باشه، مردم در زیر نظام الله زندگی بکنه. اگر در زیر نظام الله زندگی نباشه زمین چی است؟ خراب است. لفسدت الارض ولكن الله، لیکن الله تبارک و تعالی ذو فضل، خیلی صاحب احسان است، علی العالمین، بالای کل مخلوقات، سر کل مخلوقات الله احسان بکنه. یک گروه را پیدا میکنه دعوت دین میده. حال دیگه الله میگه اگر الله دفن میکرد بعضی مردم توسط بعضی، اگر علمای حق پرست کسایی که احیای سنت میکنه، زنده میکنه ترجمه های قرآن کریم، تفسیرها و تعلیمات قرآن، اگر این نباشد دنیا را یک دم مزخرفات میگیره، نام قرآن و حدیث مکمل گل میشه. خو الله یک نفر نه یک نفر پیدا میکنه. الله رحم بکنه شیخ پنجپیره در صوبه سرحد پیدا شد، مبارزه کرد با وصفی که مقلد است. او بیچارم گیر آمده بود خو از این خاطر، وگرنه خوب میفهمید که تقلید چطور است. خوب میفهمید که تقلید نیست. مثل که یک برادر برای من نوشته کرده بود، از او وارد دلیل میگرفت که یا این علما تقلید کرده، نه از یا کده. خب علما پیش تیر شده خود تقلید نکرده. بخاری تقلید نکرده، مسلم تقلید نکرده، ترمذی تقلید نکرده، صحابه تقلید نکرده، خود امام ابو حنیفه تقلید نکرده، شاگردایش تقلید نکرده، ابو یوسف و محمد تقلید نکرده. مخالفت قول استاد خدا کرده یا نکرده؟ تو در کتاب میبینی. و برادرم توی مولای امروزی مرا برام دلیل نگی، ولی مرا برام پیش کن. و نکرده تقلید. خو مبارزه کرد، الله پیدا کرد برای محو بدعت، بس مبارزه کرد. الله به هزارها به میلیون ها شاگردایش در مختلف گوشه ها تید کرد. همین ترجمه قرآن در هر جای روان است، در هر جای. بعد از الله غریقی رحمت کنه، آلی زنده است، حیات داره، شیخ عبدالسلام شاگردش بود. الحمدلله خوب خدمت های بزرگ به قرآن کرد، ترجمه ها کرد، مردم از او سیراب شدن، خواری و زحمت کشید. همچنان دیگه علما خیلی زیاد عالی الحمدلله پیدا شده، همین کارا را میکنه. اگر نباشه کی بدعت و سنت فرق نتونست. تا 10 سال پیش در افغانستان کس نمیگفت که نوروز رواست یا نارواست، عیدی مجوسی را کی میشناخت؟ ملا صاحبان بیرق خودش میگرفت. یک مولوی صاحب در نوروز بیرق خودش گرفته بود، برده بود سر قبر. کسی برای ما گفت من نو از پاکستان آمده بودم، مرا میمان کرده بود، نو از پاکستان آمده بودم. گفتم مولوی صاحب احکام القرآن لجساس قطعه است؟ گفته. گفتم تو بیار بوده. فتاوی شامی قطعه است؟ گفته. من گفتم تو بیار بوده. بحر رای قطعه است؟ گفته. الحمدلله خوب کتابم داشت، صفحه ها را برش کردیم. من گفت بخوان. یعنی که میخوان میگم الله اکبر الله اکبر. من خودم بیرق برده موجا. الحمدلله عالم حق پرست بود. امروز جمعه بود، همینانا که خوردیم رفتیم در جمعه تقریر ما کردم، خطبه را ما دادم. خب بعد از ختم نماز خیست گفتو مردم مرا مولوی صاحب امروز در این طور نکته متوجه کرده که بالکل ما ایره خودم انجام دادم و از الله استغفار طلب میکنم. ما در نوروز قطع شما یک جای بیرق گرفتیم رفتیم، او در این نوروز یک تخمه که میدی کتابای احناف میگه برای تعظیم نوروز اگر بده برای مشرک که تعظیم از او شود که روزی جشنش است کافر میشه. گفت ما کتاب از خودم است، خب من مطالعه نکرده بودم، مولیس متوجه ساخت. عالم حق پرست بود، به مردم اعلان کرد، مردم درک میکنه. کجاست؟ کجا؟ اگر این علما نباشه سنت و بدعت معلوم نمیشه، شرک و توحید معلوم نمیشه. امروز است شکری الله تبارک و تعالی است که یک آدم عامی ما فرق میتونه که شرک است توحید است، میتونه فرق کده، میتونه با الله سوال میکنه، از قبر سوال نمیکنه. گپی عادی نیست، این سرنوشت آخرت دی تعلق داره دی توحید و شرک. اگر هر قدر 1 میلیون حج بکنی، 1 میلیون، او شب و روز قیام اللیل بکنی، او روز روزه بگیری که عقیده شرک داشتی، اینمی قدر برابری پری کاهم برات ثواب وجود و آخر الامر ابد الاباد در کجاستی؟ در جهنم. این گپ عادی نیست. یکی اگر نمی بود دفن نمیکرد الله بعضی مردم را توسط بعضی مردم پادشاهایی را پیدا میکنه که عادل میباشه، مقابله میکنه با پادشاهای ظالم. دیگه خامخا فساد میگرفت زمینه. در بین قماندانا میتور پیدا میشه که یکی مفسد است، دیگه آدمی صالح پیدا میشه. در بین دریورا هم میتور پیدا میشه، در بین مامورا، در بین معلما. الله تبارک و تعالی در هر طایفه و در هر ارگان یک کس پیدا میکنه که مقابله را شروع میکنه، میخیزه. این مقابله ثمر بخش است.
ما از همون خاطر میگم که در ارگان یک موحد ما داشته باشیم. تو باور بکو یک موحد در مکتب باشه، بستر رسم استادن برای استادا را مکمل ولارسایت چی میکنه؟ گم میسازه. فقط دلیل طلب بکنه ما مسلمان هستیم، در دینی است یا نه. با بیرق سلام دادن و دست اینطور گرفتن این در کدام دین است؟ ها؟ یک نفر در یک ارگان باشه. بسیار اصلاحات آورده میتونه. شرط است که به اخلاصی سخن بگویه، متکبرانه نگویه، برای دلسوزی بگویه، برای اصلاح مردم بگویه. او گپ تاثیر داره، او گپ انقلاب پیدا میکنه. بسا اوقات نمیطور است. در مسجد یک دفعه گفتی که مردم یک نفر بخیزه بگو ما اینطوری تراویح خوانی را مخوی او مولوی صاحب این در کدام حدیث آمده که اینطور تراویح پیغمبر خوانده؟ یا سند بده دلیل، یا است که طوری تراویح را ما نمیخوانیم. صحابی خوانده، تابعی خوانده، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوانده، شاگردایش خوانده، کدامش خوانده؟ سند بده. کیو برات سند بده یا داده میتونه آنی که حالی با یک گپی تو اعتراضی تو هم گپای اسلامش یا نمیشه. غیرت بکار است، آواز بلند کردن بکار است. او مردم شما یک دفعه آواز بلند کنی انشالله الله برکت میندازه. اینمی الله مقرر کرده. شکر بکش که تو را مقرر کرد برای دفع کردن یک مفسده. ما گاهی وقت میگم او برادر خوش باشی، اگر همینطور مردم در مقابلی تا نباشه شما چی امتیاز پیش الله میگیری؟ باز کلگی که جور باشه تو چی امتیاز داری؟ نه ناجور مردم وجود داره که تو قطع از مقابله داری، الله برات مرتبه میده. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. این چیزی که ذکر شد آیاتای الله تبارک و تعالی است، نتلوها ما تلاوت میکنیم آیات را علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام بالحق، مطابق واقع حقیقت داره، گپای تاریخی خیالی نیست، هر چیز در اصل واقعیت است. و علامه نبوتی توست. چرا؟ به خاطری که دو زمان دو مقام تو نبودی و نه قطعی کسی شاگردی کرده نه کتابا را دیده، یک دم داستانای خیلی واقعی دقیق که مشتمل به تمام نصایح است، او را مکمل سر از یاد تلاوت میکنی، خودش دلیل نبوتیت است. از او خاطر الله میگه و انک لمن المرسلین، یقینا تو پیغمبر علیه السلام از جمله کسانی هستی که فرستاده شده ای برای کی؟ هدایت و رهبری امی مردم. اگر مردم نمیپذیره خسته نشوی. الله تو را پیغمبر مقرر کرده، الله تاییدت میکنه، مردم تایید نکنه، قبول نکنه، دلیل وجود داره. اگر مردم انکار میکنه به مورد انکار میکنه، دلیل وجود داره. تلک الرسول فضلنا، اینمی انبیاء علیهم السلام تسلیم ده و پیغمبر علیه السلام انبیاء علیهم السلام فضلنا بعضهم، ما برتری دادیم بعضی از یار علی بعض بالای بعضی دیگرها. یکی مسئله مطلق نبوت و رسالت است. در مطلق نبوت و رسالت کلگی یکسان است. یکی برتری به اعتبار دعوت و تکلیف و رنج و مشقت کشیدن است. اینجا انبیاء علیهم السلام فرق داره. در بین انبیاء 5 پیغمبر اولو العزم است: ابراهیم علیه السلام، موسی، عیسی علیه السلام، نوح علیه السلام و پیغمبر علیه السلام. اولو العزم است، 5 پیغمبر. در بینشان الله برتری داد. چرا؟ یک پیغمبر تکلیفی خیلی زیاد کشیده. مواقف امتحان ابراهیم خلیل الله را یک دفعه نظر بکنی که چه حالات دیده. از امو خاطر است که تو را میگه ملت ابراهیم چیست؟ حنیفا، تابعداری ملت ابراهیم، روش ابراهیم در پیش بگیره. و چرا؟ ابراهیم شخصیتی بود که حنیف بود. حنیف مکمل یک طرفای دیگر مکمل اله کرده بود، به الله تسلیم بود. خامی برتری دادن به پیغمبر در کدام مرتبه باشه؟ این 2 صورت داره. یک صورت است که تو به پیغمبر خود مرتبه میدی، خود نعوذ بالله بالمقابل تنقیص یا توهین پیغمبر دیگر میکنی. این حرام است، این نادرست است. اصلا این آیت هم نازل به می خاطر شده. یک یهودی و مسلمان با هم چی کردن؟ گفتگوی مشاجره لفظی کردن. یهودی گفت که پیغمبر ما بهتر است، کتاب ما بهتر است از پیغمبر او. چی؟ این صحابی خیست زد یک چپیلا قوره که تو هنوز از پیغمبری ما کده، پیغمبری خدا بالا میگی؟ چطور از پیغمبری ما بالا شو؟ الله آیت روان کرد. پیغمبر علیه السلام میفرمه که لا تفضلونی علی یونس ابن متی، برای ما برتری ندی سر یونس، بچه یونس علیه السلام که بچه متاست. منظورش چیست؟ برتر خواست پیغمبر علیه السلام. اینطور برتری که سبب نقصی کی شوه؟ پیغمبری دیگه شوه. اینطور برتری برای من نداره. امو صحابی را طلب کرد و پیغمبر برش گفت که نگوی طور گپه. در وقتی که کلی مردم سور دمیده میشه، کلگی بیهوش میشه، اولین کسی که از بیهوشی بهوش میه مستم.
ولی موسی علیه السلام میبینم که پیش از من پای عرش گرفته. نمیفهمم که او از من کده پیش به اوش آمده یا ایج بیوشی سرش نامده، به خاطر که در دنیا سرش بیوشی آمده بود زمانی که دیدار الله را طلب کرده بود. اینطور نگوید. جزئیات انبیاء علیه السلام متنوع است، اما برتری مطلق از پیغمبر علیه السلام است. در بینشان تفاوت وجود داره. خوی تفاوت ها سبب تنقیسی بگوی مرتبه یک پیغمبر دیگه نمیشه. منهم بعضی از من کسی است کلم الله که سخن گفته الله امرایش مثل موسی علیه السلام و رفع بعضهم بلند کده بعضی از یار درجات نظری مرتبه، مراد از پیشش پیغمبر علیه السلام است. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما دادیم به عیسی علیه السلام بچه مریم البینات دلایل واضح معجزات خیلی آشکارا. و ایدناه بروح القدس، تاییدی عیسی علیه السلام کردیم با امرای روح القدس. روح القدس دو ترجمه داره، با امرای ایمان راسخش، با ایمان راسخ تاییدش کردم که موقف خیلی محکم و مستحکم داشت. دوم ترجمه توسط جبرئیل امین، روح است پاک است. جبرئیل امین خود تایید دیگه کسا هم کرده، پیغمبر هم کرده، لیکن تاییدات از او خیلی ظاهر بود به نسبت دیگه پیغمبرها. تایید جبرئیل امین به عیسی علیه السلام خیلی آشکارا و واضح بود به نسبت دیگه انبیا، از او خاطر میگه وایدناه بروح القدس، وگرنه تاییدات جبرئیل امین به کل انبیا علیهم السلام است. ولو شاء الله، اگر الله میخواست، مقتتل الذین، جنگ نمیکدو کسانی که من بعدهم، پس از یا بود، من بعد ما جاءتهم البینات، پس از اینکه آمد برشان دلایل واضح، ولکن اختلافوا، لیکن اختلاف کردن. فمنهم، بعضی از یامنو کسی از آمنه که ایمان آورد، و منهم من کفر، بعضی از کسایی بود کفر که انکار کرد از نظام الله. ولو شاء الله، اگر الله میخواست، مقتتلو، در بین خود جنگ منازعه نمی کردن، لیکن حکمت الله تقاضا کرده که این اختلافات باشه. ولکن الله یفعل ما یرید، لیکن الله به حکمت خود انجام میده، میکنه آن چیزی را که الله اراده بکنه. الله که اراده میکنه او چیز شده نیست. قرآن بر ما بیان کرد اول انبیاء علیهم السلام مصدرشان واحد است، از یک نقطه میآید. الله تبارک و تعالی واره روان میکنه، برنامهشان مکمل یکی است. دعوت به سوی توحید الله برنامه مشترکی کل انبیاء علیهم السلام است. پس تعدد انبیاء علیهم السلام سبب شده نمیتونه برای جدا شدن فرقه ها و طایفه ها. کلگی اولاد آدم علیه السلام و کلگی برنامه عقیدویشان یکی است. این سبب اختلاف نمیشه. چرا؟ به خاطر که این انبیاء علیهم السلام یک الله روان کرده، تفاوتی در نبی بودن و پیغمبر بودن نداره، بلی به اعتبار عمل، به اعتبار دعوت و تبلیغ تفاوت وجود داره، اما در اصل برنامه قطعا تفاوت وجود نداره. پس اختلاف گروه ها و قوم ها در مختلف تاریخ ها، این اختلاف نیست که ریشه‌ای باشه، بلکه اختلاف زمان و مکان است، او اختلاف زمان و مکان و نژاد و قوم هیچ تاثیر نداره، کلگی یکی است. ما اگر دو برادر یک عقیده داریم، ولو در مختلف جا زندگی میکنیم، مختلف لهجه سخن میگیم، رنگای ما مختلف و متنوع است، اما عقیده یکی است. از او خاطر اول الله اشاره میکنه که کل برنامه های پیغمبران یکی بوده، متحد بوده، سبب اختلاف نبوده. خیر اختلاف از کجا پیدا شد؟ قرآن عالی وجوه اختلاف هم بیان میکنه، وجه اختلافه. الله میگه ولو شاء الله، اگر الله میخواست، مقتتل الذین من بعدهم، جنگ نمیکردن و کسانی که پس از انبیاء علیهم السلام امتایشان باقی مانده در بین خود اختلاف نمیکردن. چرا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، پس از اینکه معجزات برشان واضح شده بود، دلایل واضح برشان آمده بود که در بین دین موسی و پیغمبر علیه السلام و عیسی علیه السلام تفاوتی در عقیده وجود نداره. حالی دیگه یکی خود یهودی، دیگه نصرانی، دیگه مسلم نمیگفت، جدا جدا فرقه نمیکرد. لیکن ولکن اختلف، لیکن یا اختلاف کردن، حکم الله یکی بود یا گرفتن پارچه پارچه کردن. توحید یکی بود لیکن وا گرفتن عزیر علیه السلام بچه الله مقرر کردن. یهود نصارا خستن عیسی علیه السلام چی گفتن؟ بچه الله. از همون خاطر دین پیغمبر قطع دین از وقت در تکر و تصادم شد. دین پیغمبر حنیفیت بود، یک به الله عبادت کردن. کسی هم پیش الله نازول و نازدانه بچه و بچه خونده نیست، اما او ادیانی گپار پیدا کرد، از این خاطر اختلاف پیدا شد. پس اصل سرمایه اختلاف جور کردن سخنای خود امو ملت هاست که از خود ساخته، نظامی که الله روان کرده در او اختلاف نبوده.
فمنهم من آمن و منهم من کفر. کسی ایمان آورد، همون نظامی که الله روان کرده بود او را تصدیق کرد، به او تسلیم شد. از او خاطر هر نظامی که آمد تصدیق کرد. در زمان موسی علیه السلام موسی علیه السلام تایید کرد، در زمان عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام، در زمان محمد رسول الله محمد رسول الله. همونطور مردم موجود بود که هر پیغمبر آمد برش تسلیم شد. چرا تسلیم شد؟ به خاطر که نظام یکی است. لیکن مردم آرای خود شامل کرد در دین. بعد از اون نظام پیدا شد. یکی میگه نه عزیر علیه السلام خیلی روی دار است، دیگهش میگه عیسی علیه السلام روی دار است. امروز هم اختلافات وجود داره. دین الله بود، کلی روش و طریقه از یکیست، از یک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک از همون خاطر اگری روش از دهن احمد برای قابل قبول است، اگر دهن محمود برای، اگر زید برای، بکر برای، عمر برای، از هر زبان کی برای، خو روش کی باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه یکی است. لیکن مردم پیدا شدن گفتن نه امام ابو حنیفه خیلی امامی بزرگ است، دیگهش گفت امام شافعی، دیگهش گفت احمد ابن حنبل، دیگهش گفت امام مالک. این نزاع پیدا شد. او را بگذار آلی بعد از اون ملاهای این عصر پیدا شده، یکی شاگرد یک ملا شده، دیگه شاگرد دیگه ملا، فقط ملا پرستی آلی شروع شده. خلاص اختلافات میکنه. قرآن میگه مایه و سرچشمه اختلافات نظریات مردم است. اصل اختلاف هیچ وجود نداره. چرا؟ امام ابو حنیفه از کجا میگه از حدیث پیغمبر؟ امام شافعی از کجا میگه از حدیث پیغمبر؟ امام مالک، احمد از کجا میگه؟ از جان خود گفته میتونه؟ باستی که از پیغمبر میگه، راه پیغمبر گرفته، یا به خود راه داره یا به خود راه قطعا نداره. تو برش راه جور کردی که حالی یکی را ملک مقرب جور میکنی، دیگر را بگه شاگرد ابلیس جور میکنی. نعوذ بالله. از دستی توست. یکی کتابای فقه، در کتابای فقه نوشته باشه، در کتاب حنفیات نوشته باشه که در امت پیغمبر یک شخص پیدا میشه که نامش ادریس است و او ابلیس است. نعوذ بالله. امام شافعی رحمت الله علیه را میگه. فتاوی شامی تا بکش، در اونجا این شعر نگفته فلعنت ربنا اعداد رمل، فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفه. نگفته بکش فتاوی شامی تا. لعنت پروردگار ما میگه به اندازه ریگا باشه بالای کسی که رد کرده قول کی را. لیکن بیچاره نمیفهمه. اول کسی که رد کرده قول امام ابو حنیفه را شاگردش ابو یوسف است، دوم شاگردش محمد است، دیگه شاگردش زوفر است، دیگه شاگردش ابن سماع است، دیگه شاگردش حسن ابن زیاد است، دیگه شاگردش ابن مبارک است. محدثین خو یک دم رد کرده. خیر سری کل اگه لعنت باشه. بزرگ فتاوی است تا امروز همون لفظه از پیشش نکشیده یم. چرا؟ خیر ما قبول کنیم بگویم. او شعر در اینجا گفته، ما باز امو را گفته بریم. نه گفته بریم هر کس که قول ابی حنیفه را رد میکنه بگو دیگه این کدام دین است. تو بگو ملا صاحب عالم مردم کدام طرف میکشانی؟ قرآن بر ما میگه سبب اختلاف آرای مردم است. دین سبب اختلاف نمیشه، مذهب سبب اختلاف نمیشه. اختلاف تو جور کردی. یکی را حنفیت وحی آسمانی است، شافعیت وا میگه او تابعدار از ما میگه وحی آسمانی است، دیگرانش کلش پاجا پوجی، هیچ چیز نمیفهمی. دیگران را بنداز در بحر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله. الله خواسته که امتحان بکنه. الله برات ذهن داده، برات میاد که قرآن برات آواز میکنه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت الله را بکو، از پیغمبر را بکو. در یک جای کس ثابت نمیتونه که اطیع ابا حنیفه یا اطیع الشافعیه، اطیع مالک، اطیع احمد ابن حنبل. کسی ثابت کرده میتونه؟ ما براتون گفتم که یک نفر قاری صاحب نماز داد، گفت تو در کدام مذهب هستی؟ گفت من در مذهب محمد رسول الله. نه در 4 مذهب. او سرش قار شد که ریشت نیست. ما گفتم نه تو خب نکردی، طلب کردم شما. گفتم بیا درکم تو در کدام مذهب هستی؟ گفت من در مذهب امام ابو حنیفه، امام اعظم رحمت الله علیه. ما گفتم یک دلیل برای ما بیار که از امام اعظم تو پیروی میکنی که من امور پیروی کنم. اگر او آدم هوشیار باشه حالی میگرده که یک دلیل پیدا کنه. نه که در کجا قرآن و حدیث گفته که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را پشتش روان باشه؟ اگر خوب میگفت اگر بد میگفت، هر چی که میگفت پیدا کنه، میفهمد، از ذهنت کار میکنه. قرآن برای تو عقل داده، قرآن برای تو کتاب روان کرده، مرجع. الله برات میگه و این تنازعتم فی شیء فردوه، در کتاب الله رد کوشه.
اختلاف داری در کتاب الله را کوشا که تو بفهمی حقیقتا. خو الله خواسته امتحان میکنه. یعنی امتحان بزرگ است. کسی کامیاب میشه و کسی کامیاب نمیشه. ولو شاء الله مقتتلوا. جوانا را میگه بریم در ترجمه، نه اوجا نمیرم، اماما را بد میگه. اماما را بد نمیگه، اماما را مدح میکنه. واخو بزرگای دین است. ولو شاء الله، اگر الله میخواست مقتتلوی مردم جنگ نمیکرد، مردم جبران همینطور سر یک نظام باقی میگذاشت، هیچ نوع اختلافات پیدا نمیشد. لیکن حکمت تقاضای ایره نمیکنه. چرا؟ ولکن الله یفعل، انجام میده به حکمت خود ما آن چیزی را یریدو که الله اراده داره. الله اختلافات پیدا میکنه که مردم کدام را در این اختلافات پیش میگیره، کدام سمت، کدام گروه را قطعی امرا میشه، قوم ما کم میگیره، عقیده را ما کم میگیره، بگوی قرآن ما کم میگیره، مذهب ما کم میگیره، کدامش میگیره. الله امتحان میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آورده. باز در بین الله تبارک و تعالی مسئله انفاق ذکر میکنه. خب بسیار به نکته جالب اشاره میکنه. انفاق کی خیلی مفید است، کی باید آدم انفاق بکنه. خرج کردن خو مطلقاً ثواب داره، خود کجا شوه و کی شوه. قرآن آلی امیر بر ما میگه یا ایها الذین آمنو، کسایی که ایمان آورده. تقاضای ایمان است. چی میگه بر ما؟ انفقوا، خرج کنیم، مما، از بعضی آن چیزی که رزقناکم، ما براتون روزی دادیم. چیزی را که در دسترس شما قرار دادیم، ما در دسترستان قرار دادیم. لاف نزنی، نگویی که من خیلی در اقتصاد مهارت داشتم مال پیدا کردم، من خیلی زحمت کشیدم علم پیدا کردم، من خیلی خواری کردم این مرتبه در دستم آمده، این منصب. کی برات داده؟ الله. استعداد کی برات داده؟ اسباب و وسایل کی برات داده؟ الله برات داده. حالی از دادگی الله نه مصرف نمیکنی؟ ها؟ او برات میگه کم مصرف کو، بعضی از آن چیزی که ما برات روزی داره. خب کی مصرف کو؟ باباهای ما واری نمیکنه که تمامی عمر همینطور زنده گشته، مدرسه رم خودش بچه‌شم دیده، شاگرد دیده، ترجمه را دیده، یتیم دیده، بیوه را دیده، کوچه را دیده، چا را دیده، همه مشکلات مردم دیده. پول و پیسه قطش است، خو یک روزم در پا نداده. خو زمانی که در جان کندن شروع میشه دست پرتافته رایسته. باز چی میگه؟ بچه خیرات را پشتم بکنی. مراد از خیراتش چی است؟ 3 و 4 و 40 و جمعه است. خب دیگه چیز نیست، بدعتا را وصیت میکنه. قرآن برات چی میگه؟ انفقوا، خرج کنیم، مؤمنا، مما، از بعضی آن چیزی که رزقناکم، ما براتون دادیم، من قبل ان یأتی، پیش از اینکه بیاید، یوم، یک روزی که لا بیع فیه، تو روزی که دو معامله نمی باشه، خرید و فروش در اونجا نیست، یک، ولا خلتون، در اونجا آشنایی و دوستی هم نیست، ولا شفاعتون، سفارش کردن هم نیست بدون اذن کی؟ الله تبارک و تعالی. والکافرون هم الظالمون، کسایی که از این نظام و از این سخنای الله منکر است، اونمو مردم تجاوز کرده در حق خود. چرا ظالم است؟ الله پیدا کرده یاره برای عبادت خود، روزی برشان داده، عافیت برشان داده، به خاطری که طلب کنه توسط یعنی روزی و صحت و عافیت خود طاعت کی را؟ بگه الله تبارک و تعالی را. لیکن این مردم بعد از دادن صحت و بعد از دادن استعداد و مهارت، بعد از دادن مال و دارایی، بعد از دادن وزارت و ریاست، بعد از دادن قوت و توانایی، هیچ نمی قوت ها را در جای خود استعمال نکردن، بلکه اینمی چیزایی که سبب قوت برای عبادت الله میشد، شناخت الله میشد، یا را اسباب گمراهی خود جور کرد. امروز همون طور است یا نه؟ مال بلای جان مردم شده. در روز جمعه در مسجد در نماز جمعه نمیره، قطی من دپلکی خود بگوه که او را یک رقم کالا را پوشیده او تیپ خودم چی کرده؟ بلند کرده، طرف قرغه روان است، خفتن باز پس میگرده. این نعمتای الله را موتر داره در غلط را استعمال کرده، قوت داره در غلط را، در منصب و وزارت رسیدی، حالی چی میکنی؟ تو را به الله قسم خدمت دین الله را کردی؟ دین خیش نمیشناسی، همین خدمت ملت کردی؟ نه، غلط استعمال میکنه. بزرگترین ظالم کسی است که نعمتهای الله را در جای مناسبش استعمال نکنه، از اعضای خود گرفته تا نعمتهای خارجی را. یک در آیت قرآن کریم است که هر عضو انسان در موردش چی میشه؟ سوال میشه که چشم در چی استفاده کردی؟
یک عالم خیلی مشهور ترجمه میکنه، بیچاره امی ترجمه هم غلط میکنه، میگه کل ذالک عنه چیسته مسئولا، میگه از خودی قلب سوال میشه، از خودی چشم سوال میشه. و دودی خور معنای از این طور نیست. از قلب سوال نمیشه، از چشم و دست سوال نمیشه، از توش سوال میشه در موردی امی عضویت که الله برات داده بود که ایره در چی استفاده و استعمال کردی. ترجمه را میکنی خوابی قدر گپ بفهمم اونجا چی هست، آیت چی رقم گفته نمیفهمم. عجیب است. کابل جان است دیگه، برای ترجمه را شروع کن. ترجمه کده برو خلاص در مراد برسی. خب در اینجا الله تبارک و تعالی چقدر نقطه را برای ما پیش میکنه. قبل از اینکه در اختیار خود هستی، در دسترس خود هستی، ملکت از توسته، تو که وفات میکنی در چندم حصه آدم باز ملکتش ثابت باقی میمانه؟ در سوم حصه. چندم؟ وصیت تو در سوم حصه مال است دیگه، مالیت از تو نیسته، با ورثه میمانه، در این قرضیت ادا میشه. در وقتی که تو جور هستی با چشمی سر میبینی که کدام جای خیلی نیاز داره. از همون خاطر این نکته را باز دوباره گبی کدام بیان میکنیم که مردم ما آگاه شود. کابل یک کوچهش جور نیست، بلدینگ 12 منزل رسیده خود ایتور کاشی قیمت از کجا آورده که در 2 سال تنه کاشیکاری شده، اما در پیش منزلش اشغالی و چیزی که بدبو است از دست امی نفر است، از دست امی بلند منزل والا است، جوی که بند است از دست ازی بند است، گل است، دند است، دندی آب است، حوض شده از دست امی آدم شده. خود مسلمان هم میگه، باز میگه باز پنجشنبه چپن کشالا را به ختم طلب میکنه. و مردکه ختم چی میکنی؟ ای دنده دور بکو، ای جویا جور بکو. صبحکی خوب میبینه در نل الا بمبه می آب آمده یا نه، قطعا ور بشکاسته. مردم بیچاره یکیش یک دفعه میاد، دیگهش دیگه دفعه میاد. ببینم یک مرد که در اینجا در پیش خانه خود بمبه بزنه که چندین متر پایین باشه و خودش اونجا اینطور آب بازه بگیره که مردم بگه در 1 ساعت کلی قریه را آب بده. هسته؟ در کابل در کدام جای دیده کسی زده همینطور یک چاره؟ اما بزرگترین تاجری ما بگه برای ما که مشکل مردم حل کرده باشه. ببینه بزرگترین تاجری ما که در یک مرکزی که انبویی مردم است مسجد ساخته باشه. قوای مرکز جای انبویی مردم اده هم است، مسجد پیدا میشه در قوای مرکز. اینی تجاری ماست، اینی مردمی ماست. خب بیوی ما از خارجی چی میکنه؟ دست برش دراز کرده. طفل ما از خارجی، موتر خارجی را که میبینه از دیگران را او قدر نمیدوه، در خارجی ها خیلی زیاد میدوه. خب ما تو تاجر هستیم، خب میبینیم چشم ما کار میکنه. نکو می ختما را نکو، امین سمعت و ریا را نکو. جمع کو امو طفلک که اونجا سوال میکنه از پیشش سوال کو در کدام منطقه زندگی میکنی، جای مسجدش پیدا کو، وکیلش پیدا کو، نفر پدرش پیدا کو، اونجا در بین مردم بشان که دیگه بچه تا در سرک روان نکو. این نان و نفقه تا مدادم از مردم برای مردم بگو که نه اگر باز بچه زیر سرک دیده باید دی مردکر از قوم بکشه، از این منطقه بکشه، چرا که خلاف میکنه. که حالی سوالگر پیدا میشه و نمیشه. کجاست؟ یک مدرسه دین ما نداریم که در اونجا تدریس شوه لله فی الله، لله فی الله. مردم نیاز شما باور به الله بکنید در زمستان که طفلات درس میخوانه قاعده نورانی و بغدادی وجود نداره. قاعده است که دو ورق سه ورقش نیسته. کسی پیدا نمیشه، یک مرد پیدا نمیشه که همونجا 4 درجن قاعده نورانی نه بیاره با تسلیم قاری صاحب بکنه که اینی هر شاگرد میه این قاعده باید داشته باشه. تخته برش بیاره، مارکر برش بیاره که نمی قسم تعلیم بده، تخته پاک برش بیاره، سوال بکنه چی نیاز داری او قاری صاحب دیگه بگو. مایی 500 روپیه از طرفی ما بگی پٹ کسا نگو خب که او به شوق درس بگوید. کوکی کدام جای میبینی؟ دارالحفاظ جور کرده به نام فلانی، فلانی اکمال میکنه، نامش که نباشه در یک مدرسه ما مدرس بودم. خب وقتی که حالات دیدم یک دفعه مرا گفت که اینی قدر داخله بده که داخله دادم در بین برفباری آمده میگه ایره کم کو.
او حاجی صاحب تعهد کردیم، داخله دادن قرارداد است، این مخالفت از این گناه کبیره است. میگم من زورش ندارم. من گفتم تو را نگفته بودم که زمستان میاد تکلیف میاد؟ پس آن فهمیدم که منظورش است که یک دفعه مردم چی کنه، خدا خوب همینطور وانمود کنه، شهرت بده، و بعد از او بازی چیز نباشه. گفتم نه الله حافظ، ما این طوری مدرسه را نمیچلانیم. منظوری ما است در حالت حیات و زندگی خود استی. پول جمع نکو. رشته ابتدایی ما چی کرده؟ پول جمع کرده دلته بازو را گور میکنه، باز بیچاره دماغش پسان خراب میشه، جایش گم میکنه. نه به درد خودش میخوره نه در درد اولادش. دیگه هوشیاریش چی میکنه؟ دیگه هوشیاریش در اولاد خود نمیده، در سنوی خود. خیلی سنو خیلی هوشیار میباشه، این را خوب ملم میکنه، داده رایست پا پیسه. زمانی که بماره سنو قند و قرود گده میخوره، برو بخیر. بچه ها یکی دیگه خدا دوز میگیره که تو خورده ای، دیگهش میگه تو خورده ای، این گپا را شروع میکنه. بسیار دانا داریم ما بسیار داناها داریم. دیگه جمع کده میباشد، اما آخری وقتی جان کندن میگه آسکتی مرا بیار، آسکتی مرا بیار. سعی میکنی که لوتای زایری کنیش اون ناچل شده. نو برادر، تو را الله هوش داده، بصیرت داده، قرآن برات اعلان میکنه. قبل از اینکه دو سرحد برسید حالت حیاتی، به دست خودت ده خانه یتیم ببر برنج روغن، کالا را ببر ده خانه بیوه، ببر چاره به دست خود بکن، ببر ده مدرسه کتاب بخر، برو ده مسجد فرش بخر. بس خلاص. قرآن امیره برای ما میگه. ملا صاحبی آیت کدام وقت خوانده در سر منبر تبلیغ میکنه؟ نمیکنه. باز خب ملا صاحب در بدر میشه، هیچ چیز باقی نمیمانه. مردم هوشیار میشه که در کجا مصرف کنم، برای کی بدم. بیا یکی به دست خود. پاکستان 10,000 مدرسه میچله. از کجا میچله؟ ما که وقتی از پاکستان می آمدم نه غریبی کرده بودم نه کار نه مزدوری، یک روزم من مزدوری نکرده. اما 40,000 افغانی ایمد تنها کرای موتر برای انتقال کتابم از پشاور تا کابل. 40,000 افغانی ما تنها کرایه شد از کتابم که چقدر کتاب بود؟ 22 بوجی و 8 صندوق کتاب ما آورده بودم. کی برم داده بود؟ بگوی. نفر می آمد میگفت مولی صاحب والدیم وفات کرده، بسیار زحمت کشیده سر ما، میخوایم یک خوب 20 سالی ثواب بکنم. شما باور بر الله بکنی قدر مردم هوشیار بود. ما کتابای صرف نحو آن چیزی که ضرورتی درسی ما بود را میگفتیم. نه گفت استاد جی یا تفسیر یا تو یا حدیث، یا تفسیر بگو یا حدیثه، دیگه کتاب نمیخریم. مردم همی قدر هوشیار است که واقعا ما باید چیزی را بگیریم که آینده. این قرآن کریم ما از امو پاکستان است، کسی برام خریده. هر قدر ترجمه که کردیم، قطمه شریک هستن یا نیستن؟ شریک هستن، بالکل که قطمه شریک هستن. ببینی یک قرآن کریم است، یک قرآن کریم. از ما به کسی دیگه مانده. شما که خدمت میکنیم او قطتان شریک است. است یا نیسته؟ چطور آدم پولی خود در کجا مصرف کنه؟ شما خب گوشیتان آواز کنید. او رشته فدا جمع نکنیم، اینم یالی بگو کجا مصرف است. سوال بکو. رمضان مبارک آمد است، ببینم تا که یک موتر پیسیش برابر کرده یا نه در ترجمه. ببین شریک شو خود در ثواب که قطع نشوه. اینی را مردم میگه هوشیاری. در افغانستان یک کسی را اینطور پیدا نمیتونه، یک مدرسه وجود نداره، ملا را نگاه کردن نمیتونه. چرا؟ به خاطری که ما شیوه انفاق نمیفهمیم. اونجا چرا میفهمه؟ اونجا ترجمه قرآن روان است. مسجد ده مسجد ترجمه بزرگ هم است، خرد هم است. مردم به قرآن نشسته. خفتن که بری در مساجد پاکستان، مکتبیش امونجا نشسته، افسرش نشسته، ماموری دولتش نشسته، دهقانی چیسته، زمینداریش هم نشسته. کلگی در یک صف قرآن کریم در دستشان است، ترجمه میکنه. در افغانستانی تو که دریور باشه او ده ترجمه بشینه، مامور باشه او ده ترجمه بشینه. قرآن کتابی غریبا میدانه. یا بیای نکنیم، خب هوشی خدا بیاریم، با قرآن بشینیم، درک بکنیم واقعات قرآن، مطابق قرآن زندگی بکنیم. به الله قسم اگر خوار شد
ای آیت قرآن فقط در پیش رویت بگید، تو در زندگیت فقط جایی را طلب بکو که صدقه جاریه باشه، قطعا ثوابش قطع نشوه. باز بعد از اونجا بگو، باز در بچه ها بگو هیچ براتون نیاز ندارم، هر چی که میکنی بکنی. چرا از خود وقت بری خودی طور چیزایی را کاری دهی که قطعا نمیشه ثوابت پشتت میرسه. الله لا اله الا هو الحی القیوم، باز دلیل توحید الله است. این چهارم مرتبه است که الله تبارک و تعالی دعوت به سوی توحید میده. ده دلیل توحید الله ذکر میکنه که عبارت از ده صفت الله است. ده این صفت ها امرای الله هیچ کسی شریک نیست. از امو خاطر است که در کدام جای مسئله توحید الله با دلیل ذکر میشه، او آیت شان علیحده داره، عظمت و بزرگی علیحده داره. از امو خاطر ایره آیت الکرسی میگه. آیت الکرسی به خاطر میگه کلمه کرسی درش ذکر شده، از او خاطر آیت الکرسی میگه. اعظمترین و بزرگترین آیت در قرآن کریم کدام آیت است؟ آیت الکرسی به اعتبار ثواب. در حدیث میآید که کسی که پس از نماز همیشه آیت الکرسی را میخوانه فقط مانع دخول جنت چی است؟ مرگ است. تنها مرگ باقی مانده، دیگر حتما در جنت داخل میشی. خاصیتی از این همیسته. خب مراد از خواندن تنها توتی واری نیست، عقیده به این کلمات، به این جملات، یقین پیدا بکنی که الله کدام ذات است، بشناسی الله را. از امو خاطر این ده جمله داره و هر جملهش مشتمل به بسیار نکات زبده است. الله بر ما معرفی میشه که الله کدام ذات است. در مورد ثواب اعظمی چی؟ ابی ابن کعب رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر اسلام سوال کرد که بزرگترین آیت کدام است؟ گفتم که چی است؟ آیت الکرسی است. امی آیت خواندم که الله لا اله الا هو الحی القیوم. و پیغمبر اسلام دست مبارک در پشت ماند، سردیش در پیش سینه خود تی کردم، احساس کردم و برام گفت که مبارک باشه یا ابا المنذر، این علمه که علم الله برات داده. مرید پیر صاحب تاپر کشیده بود، تاپرم به مثل شکل دل واره جور کرده بود، در سری دل کتمیر نامی سگ نوشته کرده بود، بالایش و کلبهم باسطون ذراعی بالوسیط، در مابینشام نامه اصحاب کف در گرد و برش و در مابینش نوشته کرده بود یا دافی البلیات، باز بعد از حسبنا الله و نعم الوکیل. من برش گفتم که چرا جناب بی تو حسبنا الله چی بانا؟ الله بر ما کافی است. اصحاب کف نامش چرا نوشته شده؟ آیا الله کفایت نمیکنه؟ باز در اینجا نام سگ چرا نوشته شده؟ اعظم ترین آیت خود چیست؟ آیت الکرسی است. بلکه الله لا اله الا هو الحی القیوم، اسم اعظم دمی آیت چی است؟ در اینمی آیت پوشیده است. از او خاطر در اینمی صفات الله تبارک و تعالی اسم اعظم. اسم اعظم کدام اسم است؟ که هر حاجت توسط از او بخوای الله چی میکنه؟ او را پورا میکنه. از او خاطر است که در وقت خوابم خوانده میشه، در سری مریضم بخوانه انشالله الله شفا میده. آیتی است که یقینا حرز جان انسان است، پناهگاه است برای تو، اگر تو بدانی خب معنا و مقصدش هم بفهمی. الله لا اله، الله کدام ذات است؟ معرفی میکنه خود الله تبارک و تعالی لا اله، نیست لایق پرستش و بندگی، نیست قابل حاجت خواهی و حاجت روایی، لا اله نیست حاکم تشریعی، لا اله نیست کسی که فرمان روای مطلق بیچون چرا سخنش پذیرفته شوه الا هو، بغیر از الله تبارک و تعالی دعوا شد. غیر از الله تبارک و تعالی دیگه هیچ کس حق بندگی را نداره. یک دعوا کردیم، چرا؟ بخاطر که الحی القیوم، الله زنده است، القیوم تدبیر کل عالم میکنه، الحی زنده است. حیات صفت الله تبارک و تعالی است، حیات صفت ما و شما هم است. حی که گفتیم الله تبارک و تعالی زنده است، و هم این صفت الله شد، زنده بودن از ما هم است. فرق است بین زنده بودن ما و زنده بودن الله. زنده بودن الله دائمی است، از ما چیست؟ موقتی است. زنده بودن الله ذاتی است، در ذات الله می زنده است. از ما چی است؟ دادگی الله تبارک و تعالی است. اونجا صفت ذاتی الله است، او دائمی است، قطعا فنا سرش نمیه. از موت و دادگی است و فنا سری موت میه. از او خاطر و توکل علی الحی الذی لا یموت، اعتماد به او ذات بکو که او دائمی زنده است، قطعا مرگ سرش نمیه.
از او خاطر حی صفت ذاتی الله است. کسی که زنده است دیگه صفتهای ذاتی مکمل قطش مکمل آمد. علم بگوی، سمع، قدرت، بصر یا چیستا کلام، کلش دینمی صفت حی داخل است. القیوم تنظیم کننده است، تدبیر کننده است عالمه. چه رقم تدبیر و تنظیم میکنه؟ قیوم کسی را میگه که تدبیر و تنظیم میکنه، پیدا کرده، تربیت میده، باقی میگذارشه، در منتها میرسانشه، کل امور ضروری مخلوقات او برآورده میکنه. این را به نام کی یاد میکنه؟ قیوم. یا از خاطر کلی صفات فعلی الله در کدام کلمه آمد؟ در قیوم آمد. روزی دهنده کیست؟ میراننده کیست؟ زنده کننده کیست؟ باقی گذاشتنی کیست؟ صحت دادنی کیست؟ عزت دادن، کلش در قیوم آمد. این امور تدبیرش کی میکنه؟ الله میکنه. در قرآن خود قیوم صفت الله واقع شده و هیچ کسی دیگری صفت دارا نیست. چرا دارا نیست؟ به خاطری که در تدبیر کل مخلوقات کسی قایم شده میتونه. ملک میتونه، پیغمبر میتونه. در بین پیغمبران محمد رسول الله افضل ترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لیکن او 63 سال عمر داشت. از 63 سال پیش، از 63 سال بعد انتظام این جهان امور کی میکنه؟ پیغمبر میتونه؟ ما و شما را انتظام ما را میتونه؟ نمیتونه. خو لیکن همینطور طایفه فعلا وجود داره در کابلیتان که پیری خود قیوم زمان مینامه. امامای مساجدتان است، پیش میشن نماز براتان میده. کسی که در صفت الله مخلوق شریک کنه مشرک است یا موحد؟ شما از پیش خودشان سوال کنید که کسی که در صفات الله مخلوق شریک کنه، صفت الله را برای مخلوق بگذاره، او موحد باقی میمانه یا مشرک؟ پشت مشرک نماز میشه؟ خب شما خوانده رو ایستی دیگه. از شما خو میشه، از ما میشه. از ما میشه. چی رقم است؟ قیوم زمان. ما براتون نشان میدم در چی که حتی در لوحه نوشته شدگی است. این زمان توسط کی قائم میشه؟ لا تأخذو سنة، در بین الله لا اله الا هو الحی القیوم اسم اعظم است. از همون خاطر با این کلمات که کسی دعا را طلب میکنه الله دعا را قبول میکنه. لا تأخذو سنة، نمیگیره. در این صفات کمال الله بود، حی بود، قیوم بود، کل صفات ذاتی و فعلی الله در دو صفت الله داخل شد. آلی سلب صفات عیب است، اون چیزی که سبب نقصان برای الله است. الله می فرماید لا تأخذو سنة، نمیگیره الله را سنة پینکی ولا نوم، نخواب. سه قسم حالت سر انسان می آید. سه قسم حالت. اگر بخار بالا شود از معده در دماغ، در اونجا باز خوب تاثیر نکرده باشه، او را چی میگیم؟ پینکی میگیم. چی میگیم؟ باز بعد از او یک کمی که پخته تر شود، او را باز چی میگیم؟ او را نعاس گفته میشه در عربی، که یک کمی چشمایت پرت میشه. خب حالت چی است؟ سوم که خوب مستغرق میشی، اون را نوم میگه. به الله تبارک و تعالی ادناترین عارضم پیش شده. چرا؟ اگر کمی پینکی ببره، ما اینالی زبانم خوب میگرده یا نه؟ گپ درست میزنم یا خراب میزنم؟ یک کمی در لاسپیکر خوب برابر میباشم یا این طرف میشم؟ این طرف میشم. این نظام الله تبارک و تعالی دیگه قرار باقی نمیمان. از همون خاطر الله حتی پینکی هم سرش نمیه، خوابم یعنی هیچ نوع فتور و سستی در نظام الله دیده نمیشه. خب آیا کسی دیگری در این صفت شریک است؟ سعی کنیم شاید باشه. کسی شریک نیسته. چرا؟ انبیاء علیهم السلام خو سرش می آمد یا نه؟ می آمد یا نمی آمد؟ می آمد. خب اگر خو سرش نبیه، پینکی سرش میاد یا نمیاد؟ فتور و سستی سرش میاد یا نمیاد؟ میاد. در این صفت امرای الله کسی شریک نیست. یک دیگه دلیلش له ما فی السماوات و ما فی الارض، وسعت ملکش، فراخی ملکت و پاچایش الله بیان میکنه از خدا. له خاص برای الله تبارک و تعالی است. ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان است و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است. کل اختیارات در پیش کیست؟ اگر در آسمان و زمین است کلش در اختیاری کیست؟ سعی کنید اختیاری کسی دیگه خو نیست. سعی کنید شاید باشه.
اولاد ما در اختیار آقا صاحب است. اگر آقا صاحب بند بده زنده باقی میمونه، اگر نه در زنده باقی نه. قرآن خو میگه که کل اختیارات در آسمان و زمین که است، در پیش کیست؟ او میخواه که میمیرانه، او میخواه که زنده میکنه، او میخواه که او را بچه پیدا میکنه یا دختر پیدا میکنه. خب مردم ما چی عقیده داره؟ بگوی دیگه چطور عقیده را میدانه دعوی ایمان میکنه؟ بگوی له ما فی السماء، خواست اختیار الله است، هیچ کسی دیگه اختیاردار نیست. خیر اقطاب و اوتاد و غوثا در کجا شد؟ غوث است. غوث فریادرس میگه. شیخ عبدالقادر جیلانی میگه فریادرس است. هر کس که برش آواز بده در فریادش رسیدگی میتونه. در فریاد رسیدگی دو چیزا کار داره. چند چیزا؟ اول کار داره، یکی علمی محیط که علم سر داشته باشه، دوم قدرت کامل که مشکل حل بکنه. کسی که در این صفت، دو صفت بزرگ الله مخلوق شریک بکنه، موحد میمانه یا مشرک؟ حالی ما چطور کنم؟ میگه یا کل گیر مشرک. میگه مولوی صاحبام که ترجمه ها میکنن میگه به خاطر که به مردم خدا چی بکنه که من خوب مذهبیستم و خوب آدم است، تا پر گرفتن هر کس مشرک. کسی که کار مشرک است. اگر تو مشرک نگویی تو گناهگار هستی پیش الله تبارک و تعالی. قرآن برش مشرک میگه، تو نمیگی. خدا به مردم خوش نساز. بله ما میگیم اینطور، ما مشخص نمیکنیم مردم، لیکن در قاعده بیان میکنیم. قرآن هم همونطور بیان میکنه. هر کسی که ولو هر کس باشه، احمد باشه یا محمود باشه، که در صفات الله مخلوق شریک میکنه، مشرک است یا موحد؟ مشرک است. تو تابعگار نگو. الله گفته، الله بیان کرده. چیزی را که الله گفته باشه باز تو نفی کرده میتونی؟ نمیتونی. چرا خود در مردم؟ نه جناب، مردم بفهمان که در عقیده شرک باقی نمانه. مردم خوب برش واضح بساز که اینی عقیده شرک است. اگر کسی عقیده داشته باشه که شاید شمشیر علیه رحمه تصرف داره، از ظالمه آگاه است، حاجت مرا پوره کرده میتونه، این طور آدم مشرک میمانه یا موحد؟ مشرک میمانه. این موحد باقی نمیمانه. این را بفهمه. از همین خاطر است ما احتیاط میکنیم. مردم هم از شرک خدا نگاه نمیکنه. میگه برو گپی عادی است. شرک بگو که قرآن چیزی گفته که مردم از شرک خدا نگاه کن. زنا خیلی بدترین گناه یا شرک؟ دزدی بدترین گناه یا شرک؟ قتل بدترین گناه یا شرک؟ غیبت، دروغ بگوی، هر قدر گناه دیگه که است او خیلی بدترین گناه یا شرک؟ یک دفعه مردم بفهمن که بفهمن ذهنشان خلاص شود. شرک دیگه چی را میگه؟ تصرف به مردم قائل هستی. کابل جان میگه در اختیار کیست؟ عاشقان و عارفان. اگر باران میکنه، اگر زانی میشه، اگر قیمتی میشه. تالی را مردمی عقیده داره یا نداره؟ او جنازه شد تو ملا خوانده رایستی، جنازه مشترک میشه؟ کسی که تو عقیده داشته باشه تو ملا گرفته ایشه. اونجا قیوم زمان میگه پیری خدا، اونجا تو ملا گرفته ایشه. از همین خاطر که پیش تو شرک هیچ بدی نداره، یک امر عادی است. اگر تو بفهمی، اول سوال از مولا میکنی که مولا صاحب همین قبرها متصرف هست یا نه؟ اولیاء متصرفین هست یا نه؟ در نظام جهان قطعی الله کار میکنه یا نمیکنه؟ که برای چی میگه؟ اگر گفت که میکنه بگو مولا صاحب برو بخیر، دیگه تو مولای ما شده نمیتونی. اگر نه که گفت که نه بالکل این خود نظام الله است. من ذا الذی یشفع عنده، الله اینطور ذاتی است که به هیچ کس نیاز و حاجتی نداره. من ذا الذی، کیست او شخصی که یشفع شفاعت بکنه، این تمامیت ملکش است. احاطه ملکیت الله چقدر است، یک کسی از پیش بیرون نیست، کسی خلاف الله کرده نمیتونه. من ذا الذی، کیست او طور شخصی که یشفع شفاعت بکنه عنده بنزد الله، کسی است لب به شور داده نمیتونه، از ملک گرفته تا انسان تا جن، الا باذنه، بغیر از اینکه الله اجازت کنه. تا که الله اجازت نکرده باشه کسی شفاعت میتونه؟ پیغمبر میتونه؟ ملک میتونه؟ اجازت الله در آیت قرآن ثابت است، الا لمن ارتضى، مگر کسی را که الله خوش کنه. الله کی را خوش میکنه؟ کسی را که توحید، عقیده توحید داشته باشه. از او خاطر مشرک از شفاعت پیغمبرم در روز قیامت چی است؟ محروم است. گناهکارای دیگه بزرگترین امیدشان چیست؟
شفاعت کی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. لیکن برای مشرک در اونجا هم شفاعت وجود نداره. چرا که الله اذن برای غیر موحد نمیکنه که برای شفاعت شود. سفارش کنندم اذن به الله طلب داره که الله اجازه بکنه. در حق کسی که سفارش هم میشه به اذن کیست؟ الله. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، وسعت علم الله بیان میشه. یعلم میدانه ما بین ایدیهم، پیش روی مردم، یعنی آن چیزی که در پیش روی ما و شما قرار داره آمده رایسته تا روز قیامت، و ما خلفهم آن چیزی که پشت سری مردم مانده تیر شده. یعنی تمام علم الله احاطه کرده، هیچ زمان نیست که علم الله در او موجود نباشه. ولا یحیطون بشیء من علمه، دیگه کسا احاطه علم الله را نمیتونه. ولا یحیطون، احاطه کرده نمیتونه، بشیء با هیچ چیزی من علمی از معلومات الله، الا بما شاء، مگر به آن چیزی که الله خواسته. علم انسان، ملک، کلش علم دادگی کی بود؟ آیا ملک و انسان و پیغمبر و اولیاء میتونه که معلومات الله را کلش احاطه کنه؟ خیر، کسی که عقیده داره که امام ما، پیغمبر ما، یا یک ملک یا یک ولی علم با ما کانه و ما یکون داره، یعنی آن چیزی که پیش شده و آن چیزی که پیش میشه سر کلش علم داره. کسی که تو عقیده را داشته باشه موحد است یا مشرک؟ مشرک است. موحد شده نمیتونه. چرا؟ در معلومات الله تبارک و تعالی کسی علم نداره. آیت صریح قرآن کریم است. این جداگه پس که تو خود تسلی داده بری. به تسلی ها نمیشه. در کتاب الله بشی صراحتا قطعت سخن میگه، برد میگه که اینی ترگه پس. بعد از او باز خود آشنا کو که من مومن واقعی هستم یا نیستم. دعوا هر کس میکنه میگه من مومن هستم، که قرآن تایید بکنه که واقعا تو عقیده صحیح داری یا نه. وسع کرسیو، عالی وسعت قدرت الله است. وسع کرسیو، فرا گرفته کرسی الله تبارک و تعالی السماوات، آسمان ها را، والارض، زمین. کرسی الله مخلوق عظیم است، احاطه کرده آسمان و زمین. در حدیث می آسمان و زمین در مقابل کرسی الله به مثل حلقه انگشتری که در یک دشت کی باشه؟ بیابان باشه. امی قدر حیثیت دار، امی قدر حیثیت کرسی الله. ولا یعود حفظهما، باز از کرسی کدام بزرگ کیست؟ عرش است. عرش الله تبارک و تعالی، کرسی در مقابل عرش با منزله حلقه انگشتری در مقابل کیست؟ یک دشت و بیابان است. معلوم شد که الله فوق است. الله سر کل مخلوقات بلند و بالاست و عظیم است. کرسی سر آسمان ها و زمین بزرگ و بلند است، و عرش سر کی؟ کرسی. الله سر کی؟ سر عرش. از خاطر الله میگه ولا یعودو حفظهما، این سیارات و این نظام قدرت بزرگه که تو ما گفتیم که کرسی است، عرش است، همچنان آسمان ها و زمین است. کل شی حفاظت و نگهبانیش کی میکنه؟ کی میکنه؟ ولا یعودو، مانده نمیشه، دگرانی نمی افکنه الله را، حفظهما، نگهداری امی چی؟ آسمان و زمین. و هو العلی العظیم، الله بلند است، خیلی بزرگ است به اعتبار ذات خود. ذات الله خیلی بزرگ است. ما احاطه کده میتونه نظری ما؟ نه. فکر ما؟ نه. قطعا نه. الله در ذات خود خیلی بزرگ است. العظیم، بلند است، بزرگ است به اعتبار صفات خودم. صفات الله بس بزرگ است. ولله المثل اعلا، برای الله صفاتای خیلی بزرگ است. ما الله را صفاتا میشناسیم، با مو صفاتایی که برای خود ثابت کرده بدون تاویل و تعطیل و تحریف و تشبیه و ایگپا. بس میگیم الله بلند ذات است، بزرگ ذات است، سر کل مخلوق چی کرده؟ احاطه کرده. الله سر عرش است. عرش مخلوق الله است که کل جهان چی کرده؟ کل زمین و آسمان و کرسی را فرا گرفته. بس چه رقم؟ کیفیت بر ما معلوم نیست. لا اکراه فی الدین، وقتی که دلایل توحید الله ذکر شد، در اینجا دلایل توحید الله بود. این صفات دا مخلوق دیده نمیشه. از همون خاطر لایق پرستش و بندگی تنها کی؟ الله. حالی وقتی که دین به دلایل ثابت شد، ضرورت به این است که شمشیر را بکشی، یک کسی را به زور مسلمان بکنی. اسلام جهاد شام برای اسلام آوردن مردم نیست. چرا؟ اسلام تعلق به قلب داره، سر قلب زور شده نمیتونه. از او خاطر
الله می فرماید لا اکراه فی الدین، نیست زبردستی و جبر در دین، در معامله دین که مردم مجبور بکنی که خامخواه ایمان بیاره. قد تبین الرشد، یقینا واضح شده ای رهنمایی و کاری ثواب، آن چیزی که حق است به دلایل، من الغی جدا شده از گمراهی، آن چیزی که گمراهی است از او با هم جدا شدن. حالی مردم باید خود به دلایل بفهمه که اسلام حق است یا نیست. فمن یکفر بالطاغوت، کسی که انکار به طاغوت میکنه و یؤمن بالله، عقیده داره به یک الله تبارک و تعالی، فقد استمسک، یقینا چنگ زده، بالعروة الوثقا، به دستاویز خیلی محکم، به حلقه خیلی محکم، لا انفصام لها، نیست جدا شدن، چی اله شدن، لا انفصام لها، نیست قطع شدن از او. والله سمیع علیم، الله شنوینده است تمام دعا فریاداره، علیم میدانه، یا الله میشنوه، سمیع تمام گفتارا و تبلیغات، علیم میدانه که چقدر افعال به نیت خدمت دین الله شده، کلش الله میدانه. در اینجا الله بیان میکنه که اسلام به زور نمیه، او جهاد برای از این نیست که مردم عقیده را به زور قبول بکنه. چرا؟ موضوع عقیده در قلب تعلق داره و سری قلب جبر نمیشه. یک موضوع. دوم است که دلایل خیلی زیاد وجود داره که مردم درک بکنه، حق از باطل جدا کرده بتانه، دین حق بشناسه. از او خاطر ضرورت نیست. جهاد چرا؟ محو فساد میکنه. کسی که مانع چلاندن نظام الله است، اونمو مردم ها را از بین میبره، وگرنه جهاد به این خاطر نیست که مردم به زور مسلمان کنه. یک دلیلش هم است که ثواب و گمراهی مکمل با هم جدا شده با دلایل. آلی الله میگه که کی کامیاب است، نتیجه چی میبره؟ کسی که کفر به طاغوت کرد. طاغوت چی را میگه؟ هر چیزی که عبادتش به ناحق شوه و به او عبادت راضی باشه، او را به نام چی یاد میکنه؟ طاغوت یاد میکنه. از او خاطر اقسام طاغوت مفسرین کرام مختلف بیان میکنه. پادشاهی که پیروی از او میشه در او احکامی که خلاف شرع است، او تو پیروی از او را میکنی، او هم چیست؟ طاغوت است. ملایی که گپیش بیچونو چرا قبول داری، پیروی از او میکنی، هم چی میشه؟ ولی او راضی باشه، به این گپی خود خوش باشه. پیری که تو را دعوت میده به سوی گمراهی، نعوذ بالله، او بدون چونو چرا گپیش میپذیری و این به این عمل خوش هم باشه، چی میشه؟ طاغوت میشه، نعوذ بالله. اینمی قسم اگر کدام قبر است که در اونجا سجده میشه، اگر کدام درخت است که در اونجا رکوع و طواف و گپا میشه، کلش در کلمه طاغوت چی است؟ شامل است. کفر باید به طاغوت بکنی. معلوم شد که ایمان ما دو جز داره. یک جز تسلیمی است. تسلیمی ایمانا به الله وحدانیت ثابت کو، خو از دیگران چی کو؟ نفی کو. تا که از دیگران نفی نکده باشی توحید تکمیل نمیشه. تا که انکار از طاغوت نکده باشی مؤمن موحد شده نمیتونی. تا که نگویی که شاید شمشیر علیه رحمه حاجت روا و مشکل کشا نیست، باز ایمان توحید تو چی نیست؟ بگوید تکمیل نیست. چرا؟ کفر به طاغوت و ایمان به الله تبارک و تعالی. حالی نتیجه چی میشه؟ فقد استمسک، کسی که کفر به طاغوت کرد، ایمان به یک الله آورد، یقینا که چنگ زده بالعروة الوثقا، به دستاویز خیلی محکم، به حلقه خیلی محکم. عروة الوثقا چیست؟ مفسرین کرام کسی قرآن گفته، کسی اسلام گفته، کسی کلمه شهادت لا اله الا الله را گفته، کلمه توحید، او کسی میگه که مراد از عروة الوثقا اونمو تمام احکام الله عمل کردن میگه. لیکن فرق نمیکنه، هر کدامش که بگیری عروة وثقاست، یعنی حلقه محکم است. قرآن بر ما بیان میکنه که چنگ بزنی به کتاب الله، چرا این حلقه محکم است، او خوب محکم بگیره. این حلقه قطع شدنی خو اله شدنی است. اگر تو اله کنی میشه. قرآن که تو اله کردی خو این اله شد، لیکن قطع شدنی نیست. اگر با قرآن رابطه پیدا کردی دیگه هم جذب میکنه تا، دیگه هم جذب میکنه تا، دیگه هم مزایای قرآن درک میکنی که قرآن کدام کتاب است، دیگه هم تو را کشف میکنه، میرسانه در مصرحات. معلوم شد که توحید دو جز داشت، تا کفر به طاغوت و ایمان به الله. اونو وقت تو به دستاویز محکم چنگ انداختی. لن انفصام لها، که نیست جدایی برای از او، یعنی قطع شدن. والله سمیع علیم، الله ولی الذین آمنوا، بله دعوتگرار الله علی جا بیان میکنه. او به طرف چی دعوت میده؟ چی علامات و صفات از یاسته؟ دعوت دو قسم است. قرآن برای ما دو را نشان میده. یکی دعوت الله است
دعوت الله توسط کتابش قرآن و توسط پیغمبرش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عالمگیر و فراگیر است. کلگیر دعوت میده به در این نظام الله خدا شامل بکنه. لیکن دعوت دیگه از شیطان است. الله تو را دعوت میده به سوی روشنی علم توحید روشنی زندگی، لیکن شیطان تو را میکشانه طرفی چی؟ تاریکی های ظلمت بدعت شرک و بدبختی در او طرف تو را میکشانه. کدام طرف آدم بگیره؟ ما دعوت ها را میبینیم. یکی از علامات بدبختی مردم چیست مبتدع همیست که هیچ وقت عظمت و بزرگی الله را برد نمیگه که الله خیلی بزرگ است. چی میگه؟ فلانی زیارت اینقدر بزرگ است، فلانی خود دیدم، فلانی زیارت اینطور است، فلانی اینطور است، فلانی ولی اوه اینجا سری دیوال سوار میشد. چو میکرد؟ این در کجا میرفت؟ در مکه نماز میخوان. اینقدر دیوالی درازه میبرد. این بدبختم یک نفر خودش سوار میرفت، 100 نفر دیگر خود میبرد که اونجا خود یک نمازش یک لک نماز میشد. اوی بدبخت ولی چی رقم ظالم ولی بوده که باقی مردم انگوریش دزدا میبرد دیوالیش بگوی ولی این در مکه برده بود. دیوالی خانهش اگر بوده ایره چیسته به عزت کرده، به حجاب کرده اویره. عجیب بس ایره حکایات نمیگه. پاس عظمت الله را در قلبت ننشانه که تو الله را عظمتش بشناسی. بس مخلوق این نشانه است. این نشانه حق و باطل باید بشناسی. قرآن کریم برای ما میگه. چی میگه؟ الله ولی الذین، الله دوستی او کسانی است آمنو که ایمان آورده به الله تبارک و تعالی، ایمان قرآنی. یخرجهم میکشه الله تبارک و تعالی بر روشنی همی ایمان، عقیده توحید در قلبش تابیده، آل شعاعش بیرون شده میره، در دستش نمایان میشه، در چشمش، در گوشش، در زبانش، در قلبش، در پایش، در همه چیز. کاری شرک نمیکنه، دیدی شرک نمیکنه، گپای شرکی را نمیشنوه. چرا؟ نور ایمان در قلبش تابیده. الله میگه میکشه ای آدم امین از ظلمات، از تاریکی کفر، از تاریکی شرک، از تاریکی بدعت، از تاریکی اعراض، از تاریکی شک و شبهه، از تاریکی جهالت، الان نور بسوی روشنی ایمان، بسوی روشنی علم، بسوی روشنی یقین مکمل. دیگه موضوعیت بالکل بی غبار میشه، تردد باقی نمیمانه. حالی ما و شما در کدام طرف روان هستیم؟ با اساس دلیل قدم میمانیم یا نه؟ عملی که انجام میدیم با اساس دلیل است، مطمئن انجام میدیم. اینطور نمیگیم که یاران است یا نیست، است یا نیست نمیگیم. چرا؟ گپ از قرآن و حدیث میگیریم. او گپ که از قرآن و حدیث گرفته شود باز شک و شبهه داره؟ باز غلط بودن داره؟ نداره. باز دیگه چون و چرا نداره. بگی دیگه والذین کفروا اولیاءهم، کسانی که انکار میکنه از نظام الله، عقیده توحید الله را نمیپذیره. اولیاءهم دوستای از یاد طاغوت و طاغوت است. طاغوت همو کسایی هستند که بغیر الله پرستششان شوه، مردم برش سجده و ایگه پا بکنه خوش باشه. یخرجونهم میکشه و مردم را من النور از روشنی الی الظلمات، بسوی مختلف تاریکی ها میکشه. از روشنی ایمان یک الله را پرستش ازی میکشه. برش میگه تو در ترجمه شریک شده ای تو را باید دوره زده شوه که پاک شوی. پیرا پیدا میشه که مریدای خود دوره زده. چرا دوره میزنه؟ میگه پاک شوه. باز بعد از او بسته میکنه چند شو 40-50 شو بسته میکنه. میگه به خاطری که امو فکر را از پیشی چی شوه؟ دور شوه. ظلمات چیست حالی؟ ظلمات تاریکی هاست. از یک بدعت که خطا میخوری در دیگه بدعت مبتلاستی، باز که دیگر انجام نداده باشی باز چیست؟ چهارم بدعت آمده رایسته که مرده سرت شوه. همی دیستی برات میگه الوا بکار است در قبر ببری. باز بعد از او تا که الوا خلاص نشده باشه میگه دیگاره بار کو که مردم پس میایه به درغه شوه. بازی که خلاص هم نشده باشه دیگاش ناششته است برات میگه بیگا مردم نمازی اول میخوانه. نمازی اول میشناسی؟ نمازی اول پرسان کنی از مردم دیو صدتانه که باید بشناسی. مرده که میشه بیگا 2 رکعت نفل مردم میخوانه بروای می مرده. چرا میخوانه خبر داری؟ الوایش خورده. یکی دیگهش میگه الوایش خورده و نفلش نمیخوانی. شام باز الوا جور میکنه. این دیگ ششتن نمی باشه که جمعه شروع است. کی خلاص نشده باشه 40 شروع است. کی خلاص نشده باشه باز چی میشه؟
سال پورگی شروع میشه دیگه. بدعت است، تاریکی است، خطا خورده روی یکی دیگه تاریکی را ببینالی. یخرجو میاره میکشانه من النوری از روشنی الی الظلمات به سوی تاریکی ها. برات میگه الا سردرد هستم پیش فلانی بابا برو، در فلانی زیارت فلانی بابا، آلی که دم سردردید خلاص شوه، الا که مرا تو گرفته، الا در پیش فلانی بابا، الا فلج زده مرا پیش فلانی بابا. آلی دی ایران مانده یک جایی که باز جور نمیشه. کسایی که اولاد نداره چه زیارت ها را طی کرده راستانه بگه، نه خوست مانده نه غزنی نه مزار مانده نه ننگرهار، کلش زده. خوی پس آمده مو یک سر و یک چی هست چپن است، هیچ چیز نشده. خو رفته از نور به سوی تاریکی ها یاره بکشانه. نعوذ بالله. تاریکی های دیگه کدام است؟ این تاریکی را میشناسید میکشانش. این یالی دی رمضانی مبارک به قصد روزه خورده، فقه حنفی را پس که میگه 2 ماه بعد پای در پای روزه بگیری، حالی دیگه ایران مانده. 3 طلاق در یک مجلس داده، برات میگه 3 طلاق واقع شده برو زن دیگه نکاح بکنه، در بدر خاک بسر ایران مانده که چی کنم. بعد از او ای تو رو یخیسته جرابای دبل و لکم پوشیده ای، خواب قیدام است کشیدنش خیلی سخت است. میگه من مست سرش نمیشه. برو بشی دیگه، همونطور کرده برو جمع در بین 2 نماز برات میگه نمیشه، برو بشی دیگه. نه نکنه. دین الله تبارک و تعالی چقدر روشنی ها داره. یقینا در حدیث که داخل شوی بعد از میفهمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر سهولت را سری امت آورده و یقینا حکمت های بزرگ دو می باشه. اینقدر حکمت بزرگ می باشه که هیچ پرسان نکن. شما که بیای موتر استارت میکنه، موتر در کجا را بندیسته؟ در سروبی نماز شام خوانده ابوجا خودتار وضو داری، مولا امام هم هسته، همونجا جماعتی خفتنم بکنی، سفر است. چرا؟ به خاطری که در کابل در ساعتی میرسی، اگر مسافر باشه در هتل بری جای وضو نداره. اگر در خانه بیای زله و مانده است بگی والا هیچ جز رخم نمیشه، باز شیطان چی برات میگه؟ برو قضا بیار. برو قضای شکی بیار، بگو در عمر دیگه در یادت نمیاد. قضا بیار میشه. اما طور است یقینا در دین بسیار فراخی و روشنی است. اولئک اصحاب النار، این مردمایی که دوستایشان شیطان است، در هر طرفی تاریکی را دعوت داده رایستند. الله میگه این مردم ها ملازمین آتش هستند، هم فیها خالدون، آدمی آتش همیشه می باشند. چرا؟ به خاطری که کل عمر در تاریکی ها تیر کرده، بدعت، شرک و اعراض، بدبختی، شک، شبهه، تردد، مذبذبی. بله کسی که دین الله را محکم میگیره، دعوت الله را میپذیره، بالکل در یک خط مستقیم قرار داره، تردد برش پیدا نمیشه. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی، تو نمیبینی مخاطب پیغمبر علیه السلام بسوی او کسی نمیبینی؟ یعنی علم برات حاصل نشده است. داستان واقعی کی؟ داستان واقعی ابراهیم خلیل الله. بله چی داستان است؟ داستانی است که شما را درس میگه یک ابراهیم است در مورد ربوبیت الله تبارک و تعالی. با نمرود مناظره داره، بالکل در مناظره تیار است. مناظره در بخش عقیده بسیار ضرور است که در بخش عقیده مناظره شود. چرا؟ به خاطری که مناظره برای اظهار حق است. و شرط مناظره است که چی باشه؟ خاص به خاطر رضای الله باشه، منظورش توهین و تحقیر کسی نباشه، منظورش این باشه که دلایل دیده شود، هر کدام که قوی است امور ترجیح داده شود. ابراهیم خلیل الله قطعی نمرود مناظره داره. برای ما و شما دلیل میگه ابراهیم خلیل الله یک تن است. برای واضح ساختن حق قطعی نمرود در مناظره میشینه، هراس نداره، ترس نداره. بله چه قسم مناظره میکنه؟ الله تبارک و تعالی موحدین عجیب دلایل در ذهنشان میپرته. ابراهیم خلیل الله قطعی نمرود مناظره میکنه. تو نمیبینی علم برات حاصل نشده از او شخصی که حاجه مخاصمه گفتگو نظام کرد ابراهیم ابراهیم علیه السلام فی ربه، در مورد پروردگارش. چیست؟ ان آتاه الله الملک. چرا بحث و گفتگو میکرد؟ عامل ازی چی بوده؟ عاملی نمی بوده که الله برش پادشاهی داده بود، قدرت داده بود. بجای ازی که ازی قدرت و پادشاهی الله را بشناسه، معرفت الله برش حاصل شود، این قدرت و مال و دارایی خود برای چی کرد؟ بگوی وسیله نعوذ بالله
سرکشی جور کرد. از او خاطر خدا رب معرفی میکرد. ابراهیم خلیل الله قطش مناظره میکنه. اذ قال ابراهیم، در آن وقتی که گفت ابراهیم خلیل الله ربی الذی رب موضوعاتی است یحیی و یمیت، که زنده میکنه و میمیرانه. زنده میکنه و میمیرانه. زنده کردن او را میگه کالبوتایی که هیچ روح نداره الله در روح برته و در حرکت شوه. میت او را میگه که روح الله میگیره و او بی احساس میشه دیگه هیچ کار نمیتونه. قال نمرود میگه انا احیی و امید، من زنده میکنم و میمیرانم. تو که ربی تا این صفت بیان میکنی در این صفت خب من شریک هستم، این صفت به من ثابت است. چه رقم؟ من زنده میکنم و میمیرانم. قرآن اینجا گنگ مانده مسئله را. چرا او 2 نفر بندی را اعلا کرد، آورد یکیش قتل کرد، امر کرد که کشته شوه، دیگهش آزاد کرد. ابراهیم خلیل الله دید که بسیار غبی انسان است، تا حالی را مانای زنده کردن و مرده کردن نمیفهمه. این بجای از اینکه عین زنده کردن و مرده کردن بفهمه، اسباب زندگی و مرگ ای چی میگه؟ زنده کردن و مرده کردن. یکی سببی مرگ و زندگی است، یکی خودی مرگ و زندگی است. این بیچاره طولی را خودی مرگ و زندگی را نمیفهمه. از بندی خانه آزاد کردن، یکی را امر کردن قتل کردن، این عین مرگ و زندگی است یا سببیش است؟ سببیش است. الله سبب مرگ کار ده، سبب مرگ مرمی را مقرر کرد، سبب مرگ غرق شدن آب، سبب مرگ بگوی اپندکس است، سبب مرگ چی است؟ سوختاندن. این اسباب مرگ است. خود مرگ گرفتن این کاری کیست؟ حیات دادن کاری کیست؟ این بیچاره نفهمید. مفسرین کرام میفرماید که نمرود غبی بود. ابراهیم خلیل الله عالی قطعی غبی عالی جنجال نکو، در این طور نقطه ببرشه که دیگه خود شور خورده نتانه. چقدر بخش مناظره را بر ما نشان میده. یک آدم در اول موضوع قطعی تو قناعت نمیکنه که هر قدر فشاری میکنی آخر دو میزنه دشنا میده بر. نه، او دلیل که قبول نکرد پشتی سر بیا دیگه دلیل برش بگو. او را که قبول نکرد دیگه در نقطه استاد کو که او خود دیگه شور خورده. اینی را مردم میگه بحث، طرز بحثی نمیتوریسته. یارا در اول چی بگو؟ خب بیادرم تو مقلد هستی؟ بله. خیلی خوب، من قطعی تو قبول دارم. بسیار خوب. خب مقلدی کیستی؟ باز برات میگه که مقلد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. خب بسیار خوب، تنها عزیزتی یا نه دیگه کسام مقلد دیگه کسام هستی؟ نه من تنها عزیزم. خیلی خوب، الله برات اجر بده که تنها عزیزتی. بسیار خوب. خب تو که مقلد امام صاحب هستی، دستری چی کدام موضوع نزاع داریم؟ دست زیر بسته کنیم یا بالا بسته کنیم؟ آمین نبزور بگیم. خیلی خوب، تو بیار یک قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را که امام صاحب گفته که دست زیر بسته کنیم. قولش خب امام معلوم نیست. اون امام محمد صاحب در کتاب ذکر کرده. ولی تو خودت گفتی که تقلید تن از امام صاحب میکنم، اولی تقلید از امام محمد میکنی. ها چرا؟ در سرحد برسان که خود دیگه شور خورده نتانه بفهمه که من کیستم. ابراهیم خلیل الله میتور کارا میکنه. چی برش میگالی؟ قال ابراهیم، و گفت ابراهیم خلیل الله فإن الله، یقینا الله تبارک و تعالی یأتی بالشمس، میاره آفتاب من المشرق، از طرف مشرق، فاتی بها من المغرب، تو آوردن که همی آفتاب از طرف مغرب. آلی به مردم واضح میشه چرا که نمرود خب پسان پیدا شده، نظام آفتاب از نمرود از پیدایش نمرود کردم پیش همیطور جاری بود و فعلا هم جاری است. چرا همینجا نمرود چالاکی نمیکنه که ابراهیم خلیل الله را بگوید که تو بیار خیر، تو که دعوای پیغمبری داری او ربی تا معرفی میکنی، ربی تو باید از مغرب بیاره. چند وجه است. یک وجه است الله از ذهن اینمی نمرود همی اعتراض چی کرد؟ بالکل بار ایک دیگه آنقدر حواس باخته شد که گپا پس نیادش نمیاد. یک. دوم، نمرودی خبیث خوب میفهمید که ابراهیم سخنش بی سند نیست، که چیزی میگه همیشه اگرم یالی ما بگویم که اهل تو ربی تو باید از مغرب بکشه، حتما آفتاب از کجا میبره و ای کل مردم یک دم کی را قبول داره؟ ابراهیم. از او خاطر سوال نکرد، وگرنه این سوال متوجه میشد. قرآن چی میگه؟ فبهت الذی کفر
حق حیران ماند دمو شخصی که کافر بود. یعنی نمرود اینجا بالکل دیگه حیران ماند که چی بکنه. نمرود که نمرود از مناظره را میپذیره. نمرود مناظره را چی میکنه؟ میپذیره. حیران مانده، دستی نخیسته، چوبه نگرفته که من ابراهیم علت میکنم، ماندنیش نیستم. اب نه به مردم همینطور گفته که مردم بخیزیده مقابلش، تا که گپ در کجا نرسیده که بتای از یار میدان نکده. تا که بتا میدان نشده نمرود سر ابراهیم تعرض نکرده. خب ملای ما در سر منبر به مقتدیای خود چی توصیه میکنه؟ بگه و مردم یک طایفه پیدا شده از پاکستان میاد کلا سفیدکا یا گپ از قرآن و حدیث میزنه، شما قطش نمیتانه دیگه. جوابی از یا چیست؟ از سوٹه کار بگیره. از سوٹه دیگه. دوم توصیهشان چیست؟ در مقابل شما خود از سوٹه کار بگیره. رای پدر و مادرتان اعلان نکنه. کدام عقیده که بی تان داشت اما عقیده را شما باید داشته باش. میگه نمیگه؟ خب قرآن چی میگه؟ والله لا یهدی القوم الظالمین. این قاعده عمومی است، تنها برای ابراهیم خلیل الله نیست و حیران بودن نمرود هم نیست. الله تبارک و تعالی هدایت نمیکنه قومی که ظالم باشه، از حد تجاوز میکنه، ناحق نعوذ بالله ادعاها داره، وره الله در دلایل کامیاب نمیکنه. تو که مقابلش واقع شوی، از او خاطر از مناظره مبتدعین قطعا نترسی، چرا که الله هدایت برشان نمیکنه که حق بودی حق هستی. آلیا آوازا را پخش کرده و اعلانا را که اهل ورقا را که یا قطعا در مناظره نمیشینه. چرا این گپا را چرا پخش کرده بود؟ که ما را مصروف کنه ترجمه قرآن بمانه در رمضان مبارک. ما قدر هوشیار هستیم الحمدلله. مناظره خیطور نیست که الکی ما بشینیم. مناظره شرط و شرایط داره. کدام جناب ضمانت میکنه مناظره را؟ همون جناب قطعا ضمانت کنه یک شرطی ما که هر کس مغلوب شد جانب مسلک دیگر را چی کنه؟ قبول کنه، بپذیره. بینمی شرط ما مناظره میکنه. هر کس کی را ضمانت میکنه ما قطعش مناظره میکنیم. خب او كالذي مر على قرية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.